هزارها شکر به سوی خدا میکنم. شخصی که آشکارا پیغمبر خدا گفت عمر تو در جنت هستی، آشکارا 10 یار بهشتی، چگونه این گونه شخص من صفت نکنم؟ شخصی که در دوره های خلافت خود 1036 دولت را فتح کرده، اسلامی کرده است. شما تصور کنید برادرای عزیز، 1036 دولت با اطراف های کوچک هایی که داشتند، همگی در دوره های خلافت حضرت عمر از آن دین های بیکاره و بیهوده‌ای که داشتند نجات یافتند، همگیش مسلمان شدند. آسان است 1036 دولت. شخصی که در دوره های خلافت خود 4000 مسجد 5 وقته ساخت. 4000 مسجد 5 وقته در دوام 10 سال و 6 ماه و 5 روزه که حضرت گویم در خلافت نشستند، ملک در زیر تصرفش بود، 4000 مسجد ساختند. آیا این فضل نیست؟ این بزرگی نیست؟ شخصی که در دوام حیات خود 900 مسجد جمعه خانی ساختند، این فضل نیست؟ کی می سازد؟ امروز مسلمان های ما مسجد بد می بینند. امروز مسلمان های ما و شما به مسجد آمدن به تنقیصی دارند، تنبلی دارند. حضرت 4900 مسجد که از این 4000 5 وقته 900 تا این نماز جامع بود در حیات خودش ساخته دادند. 2 امپریای بزرگ، یکی روم یکی فارس شکست دادند. ببینید 2 امپریای بزرگ. در مقابلی 30,000 لشکری که به سوی امپریای فارس کشید، از امپریای فارس 120,000 عسکر بود. این فضل خداوندی است. چگونه این شخص ما و شما صفت نکنیم؟ این ارزنده است. خدا رحمت و مغفرتشان کند. من از پروردگار همیشه خواهشم این است و دعام این است، خدایا اقلا برای ما بندگان ضعیفش یک روزه همین عملهای حضرت عمر نصیب گرداند، والله بس است برای ما. یک روزه عملش اگر در همین حیات 50 ساله و 60 ساله که ما گذرانیدیم، یک روزه عملش اگر خدا به ما توفیق دهد ما اجرا کنیم، قسم به خدا هم درمان قیامت ما می شود، هم درمان عذاب قبر ما می شود. اگر یک روزه عمل حضرت عمر خدا برای ما و شما نصیب کرد. یک روز از حیاتش می گذشت، 24 ساعت سپری می شد، در دفتر می نویسند که عمر چی ها کرده است. عمر در دفتر می نویسد از سحر خیستگی تا سحر دیگر کدام عمل ها از عمر سر می زند می نویسد. روز دیگر سحر در پیش خود یک چوبی را می گذارد و ورق می زند. هر عمل ناجایی که اگر از دست او می گذشت، از پای او می گذشت، از زبان او می گذشت، با این چوب و یا آداب می داد. کی می کند؟ کی می کند این کاره؟ از حیات ما و شما اگر 40 سال و 50 سال گذشته باشد، باور کنید بعض ما و شما ها در همون گناه های کردگی ما پروا هم نداریم، خطر هم نداریم، فکر هم نداریم.
میخواستم یک حدیث را از خود زبان حضرت عمر رضی الله عنه برای شما حکایت کنم. اینم از فضیلت حضرت عمر خبر میدهد. ان عمر رضی الله تعالی عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم. حضرت عمر میگوید یک روز از روزها در نزد پیغمبر خدا همراه چند دوست دیگری پیغمبر خدا نشسته بودیم. اذ طلع علينا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد. حضرت عمر میگوید با حبیب خدا صحبت داشتیم، ناگهان یک مرد بسیار لباسی سفید داشت در پیش ما پیدا شد. بسیار لباسش سفید بود و بسیار موی سرش سیاه بود. لا یرا علیه اثر السفر. حضرت عمر میگوید به آدم مسافر تماما مانند نبود، زیرا آدمی که اگر راه طی کرده باشد او از گرد و از چنگ و از خاک خالی نیست، لیکن وجود این آنقدر پاکیزه بود، آنقدر لباسش سفید بود که حتی یک گرد در لباس او نبود. موی سرم آنچنان سیاه بود. در کتاب لباس که در اکثر حدیث های پیغمبر خدا می آید، رسول اکرم لباس سفید دوست می داشتند و ما و شما را به پوشیدن لباس سفید بسیار تأکید کردند و این چنین گفتند که مرده هاتان هم با لباس سفید به قبر گرانید، مقصد کفن است. در دیگر حدیث پیغمبر خدا گفت لباس های سبز پوشید، زیرا که اهل جنت لباسش لباس سبز است. لباس سیاه هم سنت پیغمبر خدا هست، لیکن از کرته زرد پوشیدن پیغمبر خدا منع کردند. کرته های زرد نپوشید گفتند، زیرا این لباس اهل اسلام نیست بلکه از غیر اهل اسلام است. حتی در یک حدیث هم یک اصحاب لباس زرد داشتن، پیش پیغمبر خدا آمدند. پیغمبر خدا گفتن از تنت بیرون کن. گفتن چیکار کنم؟ رنگ دیگرش دیم؟ نه، گفتن رفته سوزانش. گفتن حضرت عمر میگوید با آدم مسافر مانند نبود. ولا یعرفه منا احد. چند نفری که در پیش پیغمبر خدا نشسته بودیم، کسی از ما این مرد نمیشناخت. آدم ناشناس بود. فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. میگوید این مرد آمد زانو به زانوی پیغمبر خدا چسبانیده نشست. چگونه که سری زانو بسیاری از ما و شما عادت دارد می نشیند، یعنی از روی آداب است، همچنان سری زانو نشستند و زانوی خدا به زانوی پیغمبر خدا میگوید چسبانیدند و دستهاش این مرد در بالای رانهای خودش گذاشت. فقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام. حضرت عمر میگوید این مرد برابر نشستن گفت محمد صلی الله علیه و سلم ما را از اسلام خبر بده. دین اسلام چیست و آدم مسلمان کیست؟ حبیب خدا جواب گفتند ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و تقیم الصلاة و تؤتی الزکاة و تصوم رمضان و تحج البیت من استطعت الیه سبیلا. برادرای عزیز بسیار با دقت باشین.
یعنی میفهمیم دین اسلام چی بوده است و آدم مسلمان کیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم دین اسلام اعلان کردن و هم آن کسانی که این عمل چنگ زننده باشند اونها را هم آدم مسلمان اعلان کرد. یکم گفت این که مسلمان آن شخصی هست که گواهی میدهد، شهادت میدهد که خدا یک و یگانه است و محمد صلی الله علیه و سلم بنده اوست و فرستاده اوست و پیغمبر اوست. یکم نشانه آدم مسلمان. دوم 5 وقت نماز ادا کردن است. سوم نشانه از مال زکات دادن است. چهارم نشانه ماه مبارک رمضان روزه داشتن است. پنجم نشانه حج کردن است، هر کسی را که اگر قوت حج کردن داشته باشد. ببینیم برادر عزیز، اسلام ما چی بوده؟ انا همین 5 چیزی که حبیب خدا گفتن، انا این از دین اسلام و انا همان کس از مسلمان که چنگ زننده انا منها باشد. اگر امروز شخصی که دعوای مسلمانی کند لیکن با وجود پروردگار و با پیغمبر بودن حبیب خدا اگر باوری نداشته باشد وای مسلمان نیست. این نشانه ایمانداری هم نیست. و اگر شخصی که امروز دعوای مسلمانی میکند لیکن 5 وقت نماز شده میخواند، مسلمانی بله مسلمان لیکن از نماز محروم است، نماز شده میخواند، پروای نماز هم ندارد. یا شخصی که امروز مال دارد از مالش زکات پرداخت نمیکند. یا شخص مسلمان در ماه مبارک رمضان روزش میخورد. پس شما خودتان بها دهید آیا دین اسلام همین است و عمل آدم مسلمان همین است؟ و دیگر پیغمبر خدا گفتن حج کنید اگر قوت حج داشته باشید. امروز بنده های خدا خیلی بسیار شدن، آدم های پولدار، لیکن حج نمی روند، حج نمی کنند. یافتن یک بهانه، یک شعار است، همین آدم های مسکین دست بگیر، دل یگان آدم آزار نده، خودش حج است. یا اینکه دلیل دیگر رو حضرت برق 3 بار زیارت کن، حج است. اینا دروغ است، اینا دروغ هستند برادر عزیز. بله دل آزار ندادن نه برای حاجی بلکه برای همه انسان فرض و واجب است که دل هیچ بنده مسلمان آزار ندهید. برای همه ما و شما شرط ضرور است که دستگیر فقیر و مسکین باشیم، لیکن معنای را ندارد که من پول حج در آدمای فقیر تقسیم کنم و خدا روز قیامت به خاطر این مرا همچون عنوان حاجیان و همچون در زمره حاجیان محشور گرداند. این معنا را ندارد. من حج میکنم زیرا در گردن من فرض است و اگر خدا مرا توفیق و هدایت و غیرت داده باشد باز کمک فقیرها و مسکینها هم میکنم. یا به زیارت حضرت برق، امروز که کتابچه ها برآمدن 3 بار زیارت کن حج نرو. این اسرائیلیات است برادر عزیز، این توصیه مردم یهود است. نمیخواهد که آدم مسلمان رفته کعبت الله را زیارت کند، نمیخواهد که مسلمان ها رفته انبوه مردم در کعبت الله ببینند مسلمان ها چگونه‌اند، چگل اتفاقی دارند، چگل زاره و تولا دارند. اونا را آدم مسلمان دیدن برابر باز محبتش به اسلام و به خدا زیاد می شود. به این خاطر هر چیز خواستن نویساندن گرفتن، رو فلانی را زیارت کن حج می شود. اگر 3 بار نه 300 بار برا به خدا قسم یک حصه حج تو را خدا در نامه اعمال دمی نویسد. 3 بار چی است؟ یا دیگر خواهشات من همین است برادر عزیز، از حج که آمدیم حاجی خوب شویم، حاجی با توفیق شویم، حاجی مهربان شویم. از جمله کسانی که
دروغ گویند، خیانت کنند، دزدی کنند، فریب کنند، عرق نوشی کنند، فسق و فساد کنند، از جمله این گونه حاجی ها نباشید. اگر چنده که امروز این خبرها هم به گوش ما میرسد، برادرای حاجی از من ملال نشود، ما خودمان هم حاجی هستیم، لیکن هر حاجی که اگر در این گونه راهی نادرست می رود، این یقینا است که حج او در پیشگاه خدا قبول نشده است. این سخن حضرت سعدی است: خر عیسی گر برش به مکه، گرچه آید هنوز خر باشد. عاقلان این سخن نکو دانند، زاده خر همیشه خر باشد. حاجی با توفیق شویم، حاجی خداتر شویم، زیرا ما بسیار چیزهایی را دیدیم که این مردم عادی را ندیدند. یا آمدیم اینجا صفت نکنیم که همه مسلمانی همینجا بوده است، اونجا هیچی مسلمانی نیست. این دروغ است اینجا پیش ما. مسلمانی همون جا است برادر عزیز. آیا دیدید در یگان کوچه یگان آدمی مست الست خواب باشد؟ دیدید؟ یعنی کوچه های خودمان با اون کوچه ها مقایسه کنیم. آیا دیدید که خانه های مسلمان ها را دزدی کنند؟ در کلفت گویم که با اصطلاح امروز سیگنالیزاسیا دارد، سگ است، باز همونجا دزدی است. کجا دست ما مسلمانی ما؟ مسلمان همین است که حق یک برادرش در بازار فریب میکنه؟ آیا همین است مسلمانی؟ مسلمانی همین است که در دوام یک ماه دو آدمی را که جنازه کردم هر دو گرچک بودند. همین است مسلمانی ما. هر دو از گیر بیچاره گیر زدن، مرده رفتن، جنازه ما جنتش میبرد. اگرچند ما در پیش اونا گفتیم که این جنازه من به این هیچ منفعت نمی بخشد. و برادر عزیز یک مراجعتی دیگر دارم. امروز باز استفاده بردن همین دارو در بین مردم ما و شما اوج گرفته است. در کدام محله که همین گونه شخصانی که اینا میفروشند، لیکن شما خاموشی را اختیار میکنین، اینها را برده در همون اداره های دخلدار خبر نمیدهین، قسم به خدا همه شما گناهگار هستید. همه شما گناهگار هستید. شما جنایت دیده میپوشید. شما غم یک برادر مسلمان تان نمیخورید. تا زمانی که این فروشنده ها اگر از بین نابود نشوند، فرزندای ما و شما در این راه روز به روز هلاک میشوند، نابود میشوند. سرچشمه پیدایش همون خانه های هستند که اینها را میفروشند. این خبرکشی نمیشود، این خدمت در دین اسلام میشود، زیرا الله این حرام گفته است. حبیب خدا بیان کردند، اسلام گفتند. این مرد چی گفت؟ صدقت، راست گفتی ای محمد. فعجبنا، حضرت عمر میگن ما در تعجب ماندیم. یسألوه و یصدقوه، خودش سوال میدهد باز خودش تصدیق میکند که راست گفتی. باز سوال داد اخبرنی عن الایمان، ایمان چیست؟ اسلام و پیغمبر خدا بیان کردند. حضرت گفتند ان تؤمنوا بالله، ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله و ان تؤمن بالقدر خیره و شره. قال صدقت. گفت ایمان این است که باوری کنی به وجود پروردگار، باوری حاصل کنی به آن کتابهایی که نازل شدند. قیامت کی می شود؟ قال من مسئول باعلم من السائل. رسول اکرم به این مرد جواب گفتند از من دیده تو داناتر هستی که قیامت می شود، من نمیدانم. گفتند اخبرنی عن اماراتها. این مرد به پیغمبر خدا گفت مادام قیامت آمدن ندانی، نشانه هاش بیان کن.
چگونه نشانه دارد آمدن قیامت؟ حبیب خدا دو نشانه گفتند. همون دو نشانه امروز در جامعه ما و شما ظاهر و هویدا هست. ببین 1500 سال پیش پیغمبر خدا زمانهای ما و شما و من بعده ما و شما را علکه گفتند نشانه قیامت این است: یکم ان تلد الامة ربتها و ان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة یتطاولون فی البنیان. دو نشانه. یکم پیغمبر خدا گفت این که مادرها خوجینهای خودشان تولد میکنند. ببینید مادر خوجین خودش تولد میکند. شارح های حدیث چی میگویند؟ شارح های حدیث اینو میگویند که دخترها بالای سر مادرها خوجین میشوند. دخترها دیگر مادرها را پسند نمیکنند. دخترها مادرها را پی کار میگیرند. این است یکم نشانه. آیا همچنان نیست؟ امروز این مسئله جامعه ما و شما را فرا گرفته است. امروز چه دخترها مادرها را زیر تحقیر و زیر عذاب و زیر گویم که سیاست قرار دادند، در برابرش فرزنده هم پدر هم زیر عذاب و زیر فرماندهی قرار دادگی. این نشانه بود که پیغمبر خدا 1500 سال پیش گفتند. دادرای عزیز، من باوری دارم که در همین مسجد الحال ما و شما کسانی هستند که پدر و مادرها از اونا راضی نیستند. خود الحال حضور در همین نماز جمعه می آید، شرکت می ورزد، لیکن با پدر و مادرش قهری است یا پدر و مادر از او راضی نیست. برادرای عزیز و گرامی، به خدا قسم در دین اسلام آنقدر برنامه های زیاد برای احترام پدر و مادر وجود دارد. پدر و مادراتان احترام کنید، به قدر پدر و مادرهاتان رسید. وقتی که حضرت موسی علیه السلام بالای کوه طور برآمد، ببین برای چی برآمد؟ حضرت موسی را معجزش همین بود که با پروردگارش راز میگفت، سخن میگفت. این بزرگی حضرت موسی بود. خدا هم در سوره اعراف بیان میکند: ولما جاء موسی لمیقاتنا وکلمه ربه فقال ربی ارینی انظر الیک. حضرت موسی وقتی بالای کوه طور برآمد همراه 70 نفر بود. همگیش سخن خدا را شنیدند، همگیش گفتگوی حضرت موسی را با پروردگار شنیدند. وقتی حضرت موسی میگوید با پروردگار که سخنرانی کرد، بسیار اشتیاقش آمد، بسیار ذوقش آمد و چی گفت؟ قال ربی ارینی انظر الیک. خدایا چه خوشنود بنده هستم، چه وقتی خوش دارم که سخن ذات تو را میشنوم، لیکن در برابر این پروردگار را بخواهم که جمال تو را ببینم. خواهشم همین است که جمال تا یک بار برای من نمایان کن. حضرت موسی با پروردگار این پیشنهاد کرد: رب ارینی انظر الیک، نشان ده به من خودت را تا که من تو را ببینم. قال لن ترانی. پروردگار گفت، موسی گفت تو مرا دیدن نمیتوانی، گفت مرا دیدن نمیتوانی، ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. لیکن گفت موسی برای آن که تو باوری حاصل کنی که مرا دیدن نمیتوانی، به کوه نظر کن. اگر همین کوهی که در پیش توست اگر طاقت دیدن من کند، هر آینه من جمال ما برای تو نشان میدهم. سوره اعراف قرآن حکایه میکند. حضرت موسی میگوید به کوه نظر کرد، فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعیقا. خدا میگوید وقتی که ما با نور خود همان کوه را که اشاره کرده بودم نگاه کردم که حضرت موسی هم نگاه داشت، این کوه مثل سربی را که آب بکنی آب شد، میگه به زمین ریخت. میگوید و خر موسی صعیقا. حضرت موسی برابر دیدن این میگه از هوش به زمین زدن، بیهوش شدن. فلما آفاق، بعد چند مدت که حضرت موسی به هوش آمدن،
حال سبحانك تبت الیک و انا اول المؤمنین. گفت پروردگارا پاک هستی تو، بزرگ هستی تو، توبه کردم به سوی تو و من اولین شخصی هستم که مؤمن هستم، ایمانی به ذات تو دارم. انا همین حضرت موسی که اینقدر با پروردگارش صحبت داشت، وقتی بالای کوه تور میبرآمد پروردگار چیز گفت؟ گفت موسی گفت هر زمانی که تو بالای کوه می آمدی مادرت از پس دعا میکرد که فرزند من بنده هست، بنده به لغزش و به سهو نمی شود، از این خاطر پروردگار را هر سهو و لغزشی که کند او را ببخش. من تو را می بخشیدم، لیکن این زمان که مادری تو از دنیا گذشت، موسی در وقت سخنرانی با پروردگار بسیار با احتیاط باش. وقتی مادرش گذشت پروردگار دیگر بر موسی هشدار داد که وقتی سخن میگویی دیگر تو دعا کننده از پست نداری، از این خاطر بسیار هوشیاری را از دست ندی و کاری کن با پروردگار بسیار معامله خوب کن. ببین اینم از بزرگی پدر و مادر خبر میدهد. حتی رسول اکرم رغم انفو 3 بار گفتن خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما، خاکالود باد بینی شما. گفتن این برای کی ای حبیب خدا؟ من ادرک ابویه عند الكبر او کلیهما ثم لم يدخل الجنه، رواه مسلم. این در صحیح مسلم است. پیغمبر خدا گفت کسی که پدر و مادر در حال حیاتی دریاب میکند یا یکی از اینها را در حال حیاتیش دریاب میکند و جنت نمی رود، برای این گونه فرزند مردن بهتر است، زیرا جنتی تیار در پیش اونها بود. ببین جنتی تیار در پیش شما هست، اینها وجود پدر و مادر هستند، حضور پدر و مادر هستند. جوانای عزیز با قدر پدر و مادرهاتان رسین، انشاءالله پیشگاه پروردگار در شما اجر میگیرین. حبیب خدا یکم نشانه قیامت گفتن این است که پدر و مادرها مورد عذاب و شکنجه فرزندها قرار میگیرند. خدا رحمت کند حضرت حافظ وقتی که کلیات خوندیم حضرت میدانه، شاید ولی من اینجا باوری دارم بعضی طلبه ها نمیدانن حافظ کی تولد شده است. خیلی بی سوادن جوانای ما و شما امروز میلی به خواندن هم بسیارش ندارد، لیکن همیشه من تاکید کردم برای شما برادرای عزیز و گرامی، ما خودمان در مکتب بهای 3 نداشتیم، ما به 4 و به 5 خواندگی هستیم. شما را هم خواهشمان همین است که با سواد شوین، با علم شوین. من باوری دارم اگر همیشه کدام مکتب بچه را الحال من پرسم وای تولد حضرت حافظ را نمیداند. حضرت حافظ 1320 میلادی به دنیا آمدند، 1389 از دنیا گذشتند. همگی گویند یگان 69 سال یکم 70 حیات دیدند. ببینین 700 سال پیش حضرت حافظ در زیر همین پیشنهاد پیغمبر خدا چی برای این فرزندهایی که پدر و مادرها را حرمت نمیکنن چی گفت؟ این چه شوری است در این دور قمر میبینم، این چه شوری است در این دور قمر میبینم، همه آفاق پر از فتنه و شر میبینم. ببینید هیچ شوکت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. 700 سال پیش میگوید، زمانی شده است میگوید، اینقدر بدبختی میگوید، اینقدر گویم که ناحقی ما را احاطه کرده است. حتی برادری که با برادر در زیر یک کورپه کلان شدن امروز با یکدیگر دشمن هستند، با یکدیگر قهر و ملال هستند. هیچ شوکت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهر نه پدر را به پسر میبینم. حتی نمیبینم که پدرها، بعض پدرها حتی مهری به فرزند ندارند. بعض فرزندها با ما شکایت میکنند که از روزی که مادر مانگد از پدرمان از زن دادیم دیگر در اون خانه برای ما جای نشد. مثلا زن برای خود اختیار کرد، فرزندها را همه را جواب داد که روین در زندگی ما چقه نشوین، هر جایی که میروی رفتن گیره، تو با آداب میشوی، بی آداب میشوی، تو عرق نوش میشوی، زیناکار میشوی، کارم به تو نیست، رو زندگی ما در خلل نتی. آیا همین گونه پدر بی رحم نیست؟ تو فردای قیامت از زن تن پرسیده شوی، از این فرزندها تن پرسیده میشوی که این فرزندها را تو در کدام راه تربیت کردی. اون روز برنامه را در تلویزیون دیدی، بسیار یک چیزی ناخوب از شهر نیست، ما به زبان من نمیارم باور کنید که مثال همون موی سفید با کی علاقه جنسی کرده است،
بسیار بدبختی بود. نیسته میگه مسلمانی در ما، اونجا مسلمانی نیست. با نبیره خود نبیره او همین به مهری نیست؟ هیچ شوقت نه برادر به برادر دارد، هیچ مهری نه پدر را به پسر میبینم. حضرت در دوام چی گفتند؟ ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. ببین آدم ابله به تمام شرایط رسیده است، لیکن آدم باسواد و با عقل در پسترین طبقات زندگی دارد. بهترین شرایط برای آدم با معرفت و باسواد است و محروم است، لیکن آدم ابله به همه چیز رسیده است. ابلهان را همه شربت ز گلاب و قند هست، قوت دانا همه از خون جگر میبینم. مردمان روز بهی میطلبند از ایام، مشکل این است که هر روز بدتر میبینم. مردم هر روز با امیدن که فردا خوب میشود، فردا خوب میشود، لیکن من برای شما میگویم که تاراف هر روز بد شده ایستاده است، بد شده ایستاده است. در دوام گفتن اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. این سخن حضرت حافظ است برادر عزیز و گرامی. این حضرت در دنیا نام دارد. اسب تازی شده مجروح به زیر پالان، طوق زرین همه در گردن خر میبینم. طوق زرین زیر اسب داشت، لیکن در اسب جیل خر پرتافتن و جیل اسب در خر پرتافتن. ببینین هر آدم به خودش جای دارد، باید در جای خودش باید چیکار کند؟ مسئولیت اجرا کند، باید در جای خودش باید آباد کند، لیکن در جای خودش نیست. فقط زمانه چیکار کرده است؟ زمانه ای شده است که الله که گفت حضرت عبدالقادر بیدی خدا رحمتش کند، بابای مولا شریف خدا رحمت و مغفرت کند، در پیش حضرت ما چند صحیفه های حضرت بیدی هم خوانده بودیم. در اونجا در کتابش آورده بود که زمانه کجرویشان را ببر کشد بیدل، هر آن که راست بود خار چشم افلاک است. همین زمانه گفت کج، آدمای هیلگر، آدمای نیرنگباز، آدمای کج تربیه میکند، لیکن کسی آدمی راست باشد او را هیچ وقت زمانه تربیه نمیکند، بلکه وای در چشم مردم خار است گفتند. از این خاطر این حضرت هم میگوید ببین این طوق زرین زیر اسب داشت، لیکن در گردن خر پرداختنش. خود همین حضرت حافظ هم یک شعر دارد: از تقاضای زمان گردش چرخی فلک، خیرس را گفتم تقای خوب را گفتم امک. زمانی شد که دیگر چکار کنیم؟ ما واری آدمای بزرگ، یک آدمایی که خوش طبیعت بودن، یک آدمایی که خوب طبیعت بودن، اونها را رفته امکی و تقا گفته، خطی اونها ما چکار کردیم؟ معامله کردیم. انا حضرت همین بیان دارند: دختران را همه جنگ است و جدل با مادر، پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. حضرت گفتن زمانی می شود که ببین زمانی شده است که دخترها هر روز با مادرهاشون و پدرهاشون جنگ و جدل ها دارند، خب نافهمی ها دارند، نابسامانی ها دارند. پسران را همه بدخواهی پدر میبینم. پسرها را هم میبینیم که بدخواهی پدرشان میکنند. در آخر حضرت گفتن پند حافظ شنوید خواجه برو نیکی کن، که من این پند از گنج و گوهر میبینم. اگر پند مرا گوش اندازی بچم گفت، آن چیزی که گفتم برای عبرت گفتم، یکی نکند که شما ملال شوید گفتم، یکی نکند که شما دلتان غم فرا گیرد، بلکه هر چی گفتم برای تعلیم زندگیتان گفتم، هر چی گفتم در زیرش سند دارد، در زیرش دلیل ها دارد. ملال نشوید بلکه چیکار کنید؟ اصلاح شوید. حضرت گفتن یکم نشانه پیغمبر خدا ان همین بود. دوم چی گفتن؟ انتر حفاظ العورات العاله. زمان می شود که آدمای پایلوچ، آدمای گرسنه، آدمای تن برهنه، رعاء الشاء، آدمهایی که چوپان هستند، گوسفندچران هستند، یتطاولون فی البنیان، اینا در ساختن عمارت با یکدیگر مسابقه میکنند. 1500 سال پیش پیغمبر خدا میگوید آدمهای پایلوچ، آدمهای گرسنه،
آدم‌های پول نادیده، آدم‌های چوپان در ساختن عمارت از با یکدیگر مسابقه میکنند. یک تاش اگر دو تا ساخت دیگری سه میسازد، اگر داخلش تعمیرش دیگر باشد این رفته از دیگر دولت باز دیگر اوستاها را میارد. مسابقه در خانه اندازی میشود گفتن حبیب خدا. بعد از این مرد تصدیق کرده از جای خود خیز رفت. حبیب خدا چند فکر کردن و بعد این فکر چیکار کردن؟ گفتن یا عمر اتدری من سائل، عمر این مرد که از من سوال کرد شناختی یا نشناختی؟ قلت الله و رسول اعلم. حضرت عمر میگوید گفتم چی گفت؟ الله و رسولش داناست، من ندانستم این کیست. فقال رسول الله هو جبرائیل علیه السلام. این جبرائیل بود. گفت این حضرت جبرائیل ملائک مقرب پروردگار آمد. اتاکم یعلموکم من امر دینکم، رواه مسلم. این گفت آمد به خاطر اینجا با ما صحبت داشت تا که شما را به دینتان شناس کند، تا که شما را از اسلام و ایمانداریتان آگاه کند که اسلام چیز، ایمان چیز، احسان چیز، قیامت چیز. این جبرائیل بود. ببینید حضرت عمر رضی الله عنه با زمانی که رسول اکرم همیشه با او هم صحبت داشت، جبرائیل هم در حال حیات دیدگی بودند. دیدن جبرائیل هم این فضیلت حضرت عمر رضی الله عنه را نشان میدهد. حضرت ببینید برادرای عزیز، مشرق و مغرب در زیر تصرف حضرت عمر بود. ما اگر امروز برادرای عزیز، من فقط خود منم مثال بیارم زیرا که امروز منم از حال جامعه آگاه هستم. اگر ما و شما خدای نکرده 4 تومن صاحب باشیم یا یک کمتر احوال بهبودی در ما و شما رسیم، باور که آنچنان کبر ما و شما را فرا میگیرد که دیگر به مردم خدا باور کنیم سلام نمیکنیم، حتی سلام نمیکنیم. حالا که رسول اکرم، ببین سخنهای حضرت رسول اکرم هم برای شما میگویم و حضرت عمر سرچشمه تواضع و خاکساریش از سخنهای رسول اکرم بود. ان الله اوحى الی، رسول اکرم گفتن که خداوند بر من وحی کرد، بر من سفارش داد چیکار کن؟ ان تواضعوا. ببین بر من سفارش داد این که ای رسول اکرم، ای حبیب خدا، همیشه با مردم با تواضع باش، خاکسار باش. حتی لا یفخر احد علی احد ولا یبغی احد علی احد، رواه مسلم. ببین حبیب خدا را چی گفت پروردگارش؟ تواضع کن حتی فخر نکند یکی از شما بالای دیگری شما، سرکشی نکند یکی از شما بالای یکی از شما. سفارش خدا با پیغمبر بود. حضرت انس میگوید وقتی که با کوچه میگذشت با کودک‌ها سلام میداد. کودک‌ها دا وقتی پرسیدن این عمل برای چه انجام میدهی؟ حضرت چی گفتن؟ کان النبی یفعلوه، بود که پیغمبر خدا را میدیدم که با کودک‌ها اینچنین معامله میکرد، کودک‌ها را سلام میداد، با کودک‌ها تواضع داشت. پیغمبر خدا گفت کسی اگر تواضع از برای خدا میکند الله شرف او را بلند میگرداند. حضرت عمر با این تواضع خود که دنیا گویم اکثریتش در زیر تصرف بود، به خدا قسم آنچنان تواضع داشت که عقل بشریت وی نمیگیرد. اگر من از حکایه های این مرد حکمران، این مرد پادشاه، این مرد که گویم این قدر سیاستی بلند داشت، تواضع های او را برای شما بیان کنم، شاید که شما این چیز افسانه شونه، شاید که شما، زیرا که شما انسان های در روبرو شدین که صاحب منصب و صاحب پول شدن، دیگر مردم خدا را که پسند خاطر نکردن فکر میکنه که وی هم همچنان بود. نه، وی از این خالی بود. طلحه میگوید یک شب نگاه کردم که حضرت عمر پنهانی یک خانه در آمدن، از این خانه بر آمدن خانه دیگر در آمدن. سحر شد، طلحه میگوید برای تفتیش آمدم. راستی بار طلحه میگوید من گمانی بد کردم که حضرت عمر در این شب تاریک کسی را خبر نداده، پنهان برای چی این خانه در آمد و خانه دیگر در آمد. گمانی ناخوب بود. طلحه میگوید لیکن وقتی روز شد آمدم میگوید این خانه را نظارت میکنم،
یک زن بالای کرپچه خواب هست. در حال میگوید از این زن پرسان کردم ای خواهر عزیز، این مرد که این شب آمده بود به خانه تو بهر چی آمد؟ آن زن حتی نمیدانست که این عمر از خانه او می آید. کار ببینین، کار خالص از برای خدا را کردنش ببینین. هر کاری که میکرد به مردم تماما خبر نمیداد. بعد گفت برای چی میپرسی؟ نگو برای من در کار است. گفت من یک زنی پیران سالی هستم. گفت بچم چشم هم نمیبیند و این چنین قوت پرتافتن این اخلاق خود در کوچه ندارم. این مرد خدا برکات هر کسی باشد می آید خانه مرا جارو می زند و این اخلاق مرا بیرون می پرتاید و از خانه من هر شب بیرون می شود. عقلی کی؟ باور کنید آیا عقل بشر همین میگیره؟ یک آدمی که اینقدر تصرف بلند، اینقدر گویم که جهان در زیر نگین این حضرت بود، بازم این خانه یک کمپیر که نابیناد رفته جارو میزند، اخلاق او را در بیرون میپرتاید. عقل کی میگیرد؟ عقل هیچ کس نمیگیرد. یا حضرت حکایه های دیگرش خیلی گوییم که انسان در رغبت میارد، انسان گویم باور که بیدار بشه، انسان اصلش خبر میدهد که باید که ما با تواضع باشیم، باید خاکسار باشیم، هر چی باشیم نباشیم باید خاکسار باشیم. وقتی که حضرت به ملک شام میرفتن یزید ابن ثابت میگوید به خدا قسم لباسی که او پوشیده بود و به ملک شام میرفت که در اونجا تمام عالم های ملک شام که میری آن شهر ابو عبیده ابن جراح بود انتظار این را برآمدند. چون از یک پادشاه وقتی که می آید تمام حکومتدارا استقبال او را می برایند. ابو عبیده ابن جراح همراه تمام یهود و نصرانی و دانشمندها پیشواز حضرت عمر را برآمده بودند. حضرت زید ابن ثابت میگوید لباسهایی که در تن حضرت عمر بود به خدا قسم به چشم خودم دیدم، در یک کرته که پوشیده بود در سر هر دو شانش 4 پارگی از پوست داشت و در ازاری که پوشیده بود 12 پارگی داشت. با این لباس ملک شام سفر میکند و در شام به مردم صحبت دارد. وقتی که به شام نزدیک می شود در راه با غلام، یک غلام داشت، یک نگاه بین میکردگی آدم داشت خطی خود، اسلم نام داشت. با او چیکار کردن؟ با او شرطنامه بستن 1 کیلومتر من سوار میشوم، 1 کیلومتر تو سوار میشوی. همچنان تا ملک شام رسیدند نوبت غلام آمد. دویده آمدن نماینده های ابن جراح، حضرت بالای اشتر خودت سوار شو، غلام از پایان کن، تمام نماینده ها در استقبال تو هستند. حضرت عمر گفتند من از این گفتگوزار مردم گفتم باکی ندارم، قسم به خدا آن عزتی که به عمر رسیده است از اسلام رسیده است، نه از لباس عمر رسیده است. با این گونه لباس و با این گونه سوار شدن غلام داخل شهر شام شدند. اینا کی کرده میتواند؟ همه این از تواضع حضرت عمر است. انشاءالله من جمعه آینده از قصه هایی که کمی طولانی تر هستند، کمی گویم که وقت میگیرند، که از تواضع حضرت عمر عبارت است. زمانی که خواب پیغمبر خدا را بیاید ما و شما سنجش میگذرانیم. البته این خواب پیغمبر خدا در حق عمر این حق بود، آن دین بود که عمر با این قدر شرایط، با این قدر حکمرانی تکبری نداشتند. ببین این قدر شرفی که عمر داشتند، این قدر مالکیت و این قدر حاکمیتی که در زیر تصرف عمر بود، لکن عمر آدمی با تواضع بود، آدمی خاکسار بود، آدمی عادی بودند، آدمی بودند که با این قدر بزرگی از خط کشیده پروردگار و حبیب او بیراه نمی رفتند. عمر رضی الله عنه سبب دینداری او بود، سبب ایمانداری او بود که میگفت، خود میگفت، این از سخنهای گوهربار حضرت عمر است: العبد اذا تواضع لله رفع الله حکمته. این سخن حضرت عمر بود.
که تمام مردم مسلمان امروز سخنرانی او را گوش می اندازند، سخنهای او را یکایک می سنجند که عمر چی می گوید. حضرت عمر گفتند هر وقتایی که بنده خدا تواضع می کند، وقتی بنده خدا خاکساری از برای خدا می کند، الله دانش او را بلند می گرداند، الله شرف او را بلند می گرداند. وقتی که بنده خدا اگر عادی باشد، خاکسار باشد، با تواضع باشد. تواضع زگردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. حضرت بیدل میگوید همین گویم که تواضع، خاکساری، عادی گشتن، عادی بودن، خاکسار بودن آدم دولتدار میزیبد، آدم منصبدار میزیبد، آدم پولدار و آدم حکومتدار میزیبد. اگر آدم عادی بی پولی کمبغل اگر تواضع کند، این همیشه فعل او هست، او همیشه با تواضع است. تواضع و خاکساری فقط خاصه آدمای منصبدار است، آدمای گویم که دولتدار است، آدمایی که نفوذ دارند، قدر دارند. اینها اگر تواضع کنند، اینها را تواضع میزیبد. سخنرانی حضرت بود که کسی که اگر تواضع از برای خدا میکند، خاکساری میکند، بازم آن که همه شرایط او دارا هست، از همه شرایط وی تأمین است، خداوند دانش او را می افزاید، خداوند باز منزلت او را بالا می بردارد. خدا حضرت عمر رحمت کند. برادرای عزیز، و خدا قسم من حکایه های ایشان وقتی که در نزد کتابخانه خودم میخوانم، و خدا قسم گفتی همون صاحب کتاب که تواضعی که حضرت عمر داشت عقل بشریت نمیگیرد، عقل ما نمیگیرد که این عملهایی که عمر انجام میدهد انسان وی انجام داده تواند. بازم آن که وی در خلافت نشسته بود، بازم آن که وی در کرسی شاهی نشسته بود، لیکن کارهای را انجام میداد که عادی ترین مردم ما وی انجام داده نمیتواند، آدم پسترین ما این عمل انجام داده نمیتواند. حضرت آنقدر عادی بودن که چی میگفت؟ لولا فلان لهلك العمر، اگر فلانی نمیشود عمر هلاک میشد. ببین فقط دیگرها را برتری میداد، دیگرها را صفت میکرد، خودش دائم پس میزد. ببین لولا فلان، اگر فلانی نمیشود عمر هلاک میشد. ببین حتی حضرت آنقدر خاکسار بودن که میگفتن کسی که میخواهد که از علم قرآن تماس گیرد به ابی ابن کعب مراجعت کند، وی قرآن خوب میداند. کسی که میخواهد حلال از حرام فهمد به معاذ ابن جبل مراجعت کند. کسی میخواهد که اگر علم میراث فهمد به زید ابن ثابت مراجعت کند. برای کسی مال از بیت المال در کار باشد با عمر ابن الخطاب مراجعت کند. ببین عمر خدا رحمتش کند علم قرآن نمیدانست، آیا علم میراث نمیدانست، آیا حلال از حرام جدا نمیکرد؟ میکرد، لیکن اونها را از خودش برتر میدانست، اونها را از خودش بالاتر میدانست. در یک سخنرانیش وقتی که یک لولا معاذ لهلك عمر ابن الخطاب گفت، در یک سخنرانیش بالای منبر برآمد حضرت. شاه بودن، خدا رحمت جان کنه، بازم شاه بودن، بازم منصب داشتن، بازم تمام حاکمیت در زیر دستش بودن، از خدا میترسید، 5 وقت نمازش ادا میکرد، از مسجد بیرون نمیشد. حضرت برآمد بالای منبر و گفت اگر معاذ ابن جبل نمیشد عمر هر آینه هلاک میشد. گفتن چگونه ای عمر؟ گفتن این چه قصه باشد؟ گفت بار من زن زنا کرد، زن زنا کرد، ما حکم به سنگسار دادیم. حضرت عمر میگوید ببین زن زنا کرد، ما حکم به سنگساری او را صادر کردیم. حضرت عمر در حکم کردن عدل داشتن، عدالت داشتن. چیزی که خداوند در راست زناکار میگفت حکمش میکرد، چیزی در راست عرق نوش میگفت حکم میکرد،
چیزی که در راست جنایتی در نزد خدا باشد، حتمی حضرت عمر از روی عدل، از روی قرآن، از روی احادیث های رسول اکرم حکم میکردند. در حکم کردن تقبازی نمی کردن، در حکم کردن مبلغ نمی گرفتن، در حکم کردن نمی گفت این بچه دادرم هست، این بچه عمکیم است، این بچه تقایم است، این همسیفم است، این همسایم است. نه والله که در کیسه هاش میگذرد تماما خاطر یگان بنده خدا را نمیدید، فقط قانون بالای او جاری میکرد. پاره را برای خود والله که از پاره میترسید، زیرا که رسول اکرم حدیثش حضرت عمر نمیگذاشت که به پاره نزدیک شود. الراشی و المرتشی فی النار، پاره گیرنده و پاره دهنده هر دو در آتش دوزخند. این سخن پیغمبر خدا عمر تماما نمیگذاشت که به سوی خیش و تباربازی و به سوی گویم پاره‌گیری نزدیک شود. هیچ وقت این سخن خدا و پیغمبر او را نمیگذاشت که به این نزدیک شود. حتی در قصه ها می آید که باره ابو موسی اشعری رضی الله عنه صحابه جلیل القدر پیغمبر بودند. شما تماشا کنید، وقتی که بار حضرت عمر خانهش می آید، به خانه خود داخل می شود، نگاه میکند عاتیکه زنش، نام زنش عاتیکه بودند، عاتیکه زنش بالا یک جای نمازی نو نماز میخواند. حیرت دمان گفت، عاتیکه گفت این جای نماز از کجا در خانه ما مهمان شد؟ در خانه ما این مالی نو است، اینو کی آورد؟ آیلش تبسم کنان گفت، عمر گفت این ابو موسی اشعری آورد، گفت هدیه برای خانه ما و شما آورد. حضرت عمر جای نماز پیچاندند و در سر زنش زدند. گفتند ابو موسی اشعری را حاضر کنید. ابو موسی اشعری آن زمان وزیر دفاع بود، میدانید مینیستر ابران بود، در مصر در بصره بود، لشکر کلان داشت. وقتی وای گفتن عمر تو را فریاد دارد، به خدا قسم کلی جسمش می جنبید، می ترسید عمر برای من چیکار داشته باشد. گفت وقتی که ابو موسی اشعری را حاضر کردن، گفت این چی بود در خانه من آوردی؟ گفت هدیه بود، جای نماز است، هدیه آوردم بالای او شما خدا را عبادت کنید. گفت به چه خاطر خانه عمر آوردی؟ چرا اینقدر مسلمان فقیر و نادار وجود دارد خانه او نبردی لکن خانه عمر آوردی؟ به چه خاطر آوردی؟ من هدیه تو را قبول ندارم. و جای نماز میگوید در سر ابو موسی اشعری زد، گفت قسم به خدا، گفت از همین روز اعتبارا تو در این وظیفت کار نمیکنی، تو از وظیفت آزاد. گفت برای خانه عمر گفت جای نیافتی که هدیه را بیاری، گفت خانه عمر آوردی. ببین آهسته آهسته وای میدانید که از هدیه آدم آهسته آهسته وقتی شفته مال می شود، وقتی وجودش به مال عاشق می شود، عاقبت وای ملک خراب می کند. این سیر و سودا را حضرت عمر می دانستند. به این خاطر در حکمرانی نه هدیه قبول می کردند، عدالت داشتند، تماما پروای هیچ کس نداشتند. والله که قانون خدا را بالای فرزندای خودش جاری کرده بود. بیایید من برای شما، برای آنکه شما باوری حاصل کنید که عمر حکمرانیش از روی خط کشیده خدا پیغمبر بود، ابو شحمه فرزندش، او عبدالرحمن نام داشت، لقب داشت به نام ابو شحمه. این ابو شحمه در مصر زندگی میکرد، در مصر حیات به سر میبرد. وقتی ابو شحمه همراه برادرزاده عمر، ببینید برادرزادهش ابن مزعون، خدامه ابن مزعون، وقتی که عرق نوشی کردن، والی مصر عمرو ابن العاص بود. وقتی آوازه آمد که بچه امیر المؤمنین عمر عرق نوشیده است، والی مصر بود، میر شهر بود، فریاد زد بچه حضرت عمر. گفت این کار با برادرزاده خودت کردی؟ گفت بله کردم و آمدم به خاطر که حد شراب نوشی را بالای من جاری کنید. عمرو ابن العاص خاطر پدر این دیده، خاطر عمر را دیده، در داخل خانه در آورده، با طریق پنهانی
بالای فرزند امیر المؤمنین حد شراب جاری کردند، او را حد زدند تا که مردم نبینند. این خبر آهسته آهسته به گوش عمر آمد رسید. حضرت عمر بسیار ناراحت شدند، گفتند این میر شهر، این والی مصر چگونه به من کار کرده میتواند زمانی که قانون خدا را چه نسبت فرزند من باشد چه غیر او باشد ویران میکند. در حال یک نامه نویسان به عمرو ابن العاص که زمانی که این مکتوب به تو میرسد فرزند من را همراه برادرزاده‌ام به مدینه ارسال کن، روانشان کن. وقتی مکتوب عمرو ابن العاص گرفت، البته مکتوب‌های حضرت عمر بسیار به سیاست نویسانده میشد، وقتی گرفت سیاست عمر او را فرا گرفت. در حال فرزند حضرت عمر فریاد زد همراه برادرزاده‌اش قدامه ابن مزعون، گفت پدر تو مکتوب روان کرده است که من شما را به نزد پدرت روان کنم. ابو شحمه میگوید آنچنان گریه کردند پیش والی مصر. گفتند به خدا قسم، گفتند به غیر جزا دادن دیگر هیچ کار ندارد عمر. من میدانم که او بالای من باز حد جاری میکند، این دل من گواهی میدهد. وقتی فرزندش آمد نزد حجره پدرش، نزد جای کاری پدرش، جایی که پدرش می نشست و حکومت مسلمان ها را پیشبری میکرد، در نزد دروازه عمر 3 روز می ایستد قبولش نمی سازد. 3 روز. این عدالت ببینید. ببینید باور کنید فرزند ما و شما بیرون میبرد کمتر هوا سرد باشد دویده از دنبال او میرویم که در اون خانه درا که یک مهربانی میکردید، مقصد فقط غمخواری دنیاشان نمیکنیم، غمخواری آخرتشان نمیکنیم. حضرت عمر 3 روز فرزندش پشت در قبول نمیسازد. 3 روز. در اصل حقیقت داشت. باری میگد حسن و حسین، ولی من این قصه را اینجا گذارم، یک قصه یادم آمد. حسین و حسین نبیره های پیغمبر خدا باری میآیند برای چی کار نزد حضرت عمر میآیند که عبدالله بچه حضرت عمر، عبدالله ابن عمر نزد دروازه پدرش ایستادگی در نوبت ایستاده است. کی پدرش را قبول میکند؟ عدالت ببینیم برادرای عزیز، با یک چشم نگاه کردن تمام مردم ببینیم. نابسته فرزندش است، بچه همسایش است، خیش و تبار فرقی ندارد، در نوبت می ایستادد. حسن حسین آمدن که عمر، حضرت عبدالله ابن عمر در نوبت ایستاده است. در حال میگوید از اونجا پس گشتن به خانه شان می آمدن. حضرت عمر که یک اتاق عادی داشتن، میگوید از تریزه نگاه کردن که حسن و حسین این نور چشمان پیغمبر خدا به سوی خانه رفته ایستادن. فریادشان زد نزد من بیایید. گفت کجا می روید؟ گفت آمدیم که اینجا عمر عبدالله فرزند شما در نوبت است، ما فکر کردیم که شما یگان مشغولیت مهمی دارین که بچه شما در نوبت است، از این خاطر گفتیم فردا می آییم. گفت حسن یا حسین، خدا شما را رحمت و مغفرت کند، آیا عبدالله بچه من گفت در قدر و قیمت به شما برابر است؟ آیا در قدر و قیمت به شما برابر نیست؟ گفت برای شما گفت نبیره های پیغمبر نوبت وجود ندارد. گفت شما نبیره های پیغمبر هستین، برای بچه من گفت نوبت لازم است، برای بچه برادرزادم نوبت لازم است، برای خیش و تبار من در نوبت ایستادن ضرور است، لکن برای شما اولاد پیغمبر نوبت ایستادن ضرورت ندارد. شما در درجه و قدر از اولاد اجداد من بالاتر هستید. ببین این سخن حضرت عمر نزد حضرت امام حسین و نزد حضرت امام حسن بود. حتی که معاش معین کرد، حضرت عمر معاش معین میکند. ببین معاش میدهد برای امام حسن 1000 دینار، برای امام حسین 1000 دینار، برای بچه خودش عبدالله 500 دینار جدا کردند. حضرت عبدالله گفتند پدر، گفتند من که حق گپ زدن در پیش تو ندارم، لیکن وقتی که من جهاد میرفتم در دوره های رسول اکرم، آخه حسین و حسین خرد بودند، اینها در یگان جهاد اشتراک نکردند.
برای چی اونها را 1000 دینار میدهی مرا 500 دینار میدهی؟ گفت بچم خاموش شو. گفت قسم به خدا تو گفت در این جمله گناهکار شدی. آیا تو گفت مثل امام حسن و امام حسین پدر داری؟ ببین علی را در نظر داشتن، علی را از خودش افضل داشتن. گفتن آیا تو مثل امام حسن و امام حسین پدر داری؟ تو میدانی پدری او علی است، میداری و داماد پیغمبری خدا هست. آیا پدری تو در شرف قدر به علی برابر میشه؟ آیا گفت تو مثل امام حسن و امام حسین مادر داری؟ وای فاطمه است. گفت وای دختری پیغمبر بود، پیغمبر وای دوست نداشت. تو مثل گفت خدیجه کبرا که برای این نبیره های پیغمبر همچون یک مامه می شوند، آیا تو مثل وای مامه داری؟ از همه اولاتر و بالاتر میدانی امام حسن و امام حسین بابا دارن، نام او محمد است صلی الله علیه و سلم. آیا تو گفت به اینا افتخار نمیکنی؟ گفت تو میدانی تو در شأن کی گپ زده ایستاده ای؟ حضرت از فرزندهای خود اولاد پیغمبر خدا را بالا میدانستند. از این خاطر بچه ابو شحمه 3 روز نزد دروازه پدر در نوبت می ایستاید. وقتی که او را قبول کرد، حضرت عمر تماما تبسم بالای فرزندش نداشت. قهر و غضب او را فرا گرفت. گفت چیکار کردی؟ عرق نوشیدی؟ گفت بله عرق نوشیدم، لکن عمرو ابن العاص بالای ما حد جاری کرد. گفت چگونه حد جاری کرد؟ برای چی موی سری تو تراشیده نشده است؟ برای چی مردم ندید که تو حد شراب میزنن بر تو؟ چرا مردم ندید؟ از این خاطر عبدالرحمن ابن عوف میگوید من نزد حضرت عمر بودم، گفتم عمر خدا تو را مغفرت کنه، خدا عدالت تو را بالاتر کنه. و یک بار حد شراب خورده است، یک بار دره را دید است، دویم بار بالای او دره را گفت جاری نکن. گفت اگر این جنایت فرزند خدا من پوشیده نگه دارم، این سنت می شود برای تمام رهبریت. و این خاطر من اینا گفت در بین مردم دره میزنم. خود حضرت میگوید آستینا را بالا کردند، تمام مردم فریاد زدند، همراه برادرزاده خود فرزند خود دره میزدند. فرزندش میگفت، پدر میگفت قسم به خدا سلامتیم خوب نیست، برای من مهلت ده تا کمی سلامتیم درست شود. حضرت گفتم برای عرق نوشیدن سلامتی داشتی؟ برای عرق نوشیدن از خدا نترسیدی؟ اینجا عذر خودت بیان میکنی. وقتی دره را میگد بالای فرزندش جاری کردن، از درد این دره زدن 1 ماه بعد فرزندش از دنیا گذشتن. لیکن قانون خدا را نشکستن، قانون اسلام را نشکستن، عدالت را جاری کردن. ببینید این زنم کیسه ما در زن بود. لولا معاذ لهلك العمر ابن الخطاب، اگر معاذ ابن جبل نمیشد عمر هلاک میشد. زنی را حکم کردن. تواضع را ببینیم برادرای عزیز، این از تواضع حضرت عمر است، این از خاکساری های حضرت عمر است. وقتی که زنی را حکم به سنگسار داد، زنا کرده بود، حضرت معاذ دوان آمد و عمر گفت این حکم تا بیکاره کن. گفت چرا؟ گفت این زن حامله دار است. تو میدانی که اگر زنی که حامله دار باشد، تا اگر وضع حمل نشود، تا اگر فرزند تولد نشود، بالای او سنگسار کردن ممکن نیست، زیرا که ضرر در فرزند او میشود. کی جواب میگوید؟ شما تواضع حضرت عمر از حکمش گشتند، این قدرت در کار، از فرمان خود. عالی بعضی از ما شما یک فتوا میدیم، فتوای نادرست هم که باشد، وقتی در بین مردم اعلانش کرده باشیم، نادرست هم که باشد، به خاطر که ما را نگویند که این نادان است، نافهم است، این خطا کرده، از فتوا ما نمیگردیم. بگذارید ضرری در جامعه هم که رساند، لیکن ما قدر خودمان پس نمیکنیم. حضرت عمر از فتوای خود چکار کرد؟ حکم برآورد که اگر معاذ نمیشد، هر آینه عمر هلاک میشد. و این سنگسار از بالای این زنی حامله دار بیرون کردند. بار دیگر چی گفتند؟ بار دیگر گفتند لولا علی لهلك عمر ابن الخطاب،
اگر برادرم حضرت علی نمیشد عمر هلاک میشدند. این چی معنی دارد؟ بار زنی را میگوید باز ویم دستی به زنا زد. حضرت حکم کردند که باید سنگسار کنید در پیش چشم مردم. وقتی که حکم صادر شد زن حاضر کردند. حضرت علی میگوید دوان به نزد حضرت عمر آمدند. عمر گفتند این زنی که تو حکم به سنگسار کردی این اول این که وی عقل ندارد، وی دیوانه هست. گفتند اگر زنی که دیوانه باشد بالای او حکم جاری کردن این عین بی عدالتی است، باید شما گناهکار میشوین. حضرت عمر درو از حکمش گشتند. گفتند اگر عمر نمیشد هر آینه حضرت عمر چیکار میکردن؟ هلاک میشدن. برادر عزیز و گرامی ببینین تواضع حضرت عمر را ببینین. با این قدر اینجا یک جای عجیبش همین است، با این قدر مال و ملک، با این قدر حاکمیت، با این قدر منصب بلند، حضرت تواضع داشتند، آدم خاکسار بودند. بیایید ما و شما در برابر بعضی از مردم خودمان یا مردم بیرون از خودمان عملهای حضرت عمر رضی الله عنه را مقایسه کنیم. در ما و شما اگر ذره، اگر برادرای ما و شما صاحب یک جا و مکان و صاحب یک کمتر شرایط خوب شوند، قسم به خدا اگر در وجود او ذره از تواضع را نمیبینی، الله که راه گردیش دیگر میشود. حتی راه گردیش را ببینین، اولی بعض تکبرها را ببینین، وقتی راه میگردن اون از حساب تکبری هست، از حسابی که همه شرایط های خود خوب که میبیند فکر میکند تمام عالم و تمام قوه و قدرت در دست اوست. لیکن برادر عزیز گرامی بر خدا قسم تو هیچ قدرت و هیچ قوت نداری، هیچ قدرت و هیچ قوت نداری. حضرت مولوی جنون خدا رحمتش کند میگوید مکن از کبر دعوای کلانی، مکن از کبر دعوای کلانی، یقین پوسیده مشت و استغانی. ای انسان عاقبت میپوسی، عاقبت به منزله یک مشت خاک میشوی، با چی تکبری میکنی؟ بکن امروز فکری کار پخته که فردا میبرند در روی تخته. تو امروز فکر پخته را انجام ده، امروز کارات پخته کن که فردا تو را بالای تخته بار میکنند. چی باشد نفع مال و سیم و اسباب که بگذاری کنی اندر لحد خواب. با آن چیزایی که تو امروز افتخار داری، با آن مال و ملکی که تو افتخار داری، همگیش اینجا پدرود میگوی، همگیش اینجا میسپاری و با یک کفن وارد قبر میشوی. حضرت در آخر گفتن مظلوم تر نیست دریغ را که تو را از خود خبر نیست. ببین ز تو عاجزتر مظلوم تر نیست دریغا که تو را از خود خبر نیست. افسوس که تو خبری خود نداری. به خدا میگوید از تو در عاجزتر، از تو در مظلومتر نیست. برادرای عزیز و گرامی، خداوند در قرآن در سوره اسراء میگوید ولا تمشی فی الارض مرحا. ببینید من از سوره لقمان مثال آوردم. حضرت لقمان بچه‌ش هم این سخن گفته بود ولا تسعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا. حضرت لقمان اول بچه‌ش چی گفت؟ فرزندم گفت هر چی صاحب دولت و منصب میشوی، هر چی اگر شرف قدر بلندم کی شود، بالای مردم با چهره ترش نگاه نکن، همیشه در چهره خود تبسم داشته باشی، بنده های خدا را خوب قبول کن. گفتن ولا تمشی فی الارض مرحا، در بالای زمین خدا خرامان راه نگرد. مقصد تکبرانه کیتوف جنباندن، میان جنباندن، خواب دستها را گویم که هر زیل کردن مثل تکبران، این چونین راه نره. در دیگر آیت قرآن ببین تکبران چی میگوید خدا؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. خدا میگوید ای بنده عاجز، ای بنده مظلوم، قسم به عظمتیم اگر خواهم عادی ترین ملائکه را امر میکنم که مینه سر همین بنده مرا گیج کن، یک ساعت پس تو دیوانه قد کوچه میشوی، یک ساعت پس تو یک دیوانه در قد کوچه میشوی. قسم به خدا، قسم به عظمتی پروردگار میگوید
تعز من تشاء و تذل من تشاء. من هستم که عزت میتم، من هستم که خار میکنم. تؤتی الملک من تشاء و تنزع ملک ممن تشاء. من هستم که به تو مال دادم، من هستم برای تو آن ماشین های ملایم دادم، من برای تو اون خانه های بلند آشیانه را ساختم، من برای تو قدر و قیمت دادم. لیکن من هستم آن خدایی که همیشه زنده این مال و ملک از بالای سر تو کنده میگیرم. من هستم آن پروردگار. ببین خداوند خطاب میکنه برای بندگانش. من هستم آن خدایی که قسم به بزرگیم امر میکنه ملائکه را در خون تو یک عادی ترین میکروب میپرتاید، عمر بعد سپید خواب میکنی در جاگه خوابت. من هستم آن پروردگار. تو چی هستی؟ تو عاجز ترین بنده من هستی. تو با چی افتخار داری؟ چی داری تو؟ از تو در بزرگها کجا شدن؟ کجا هستن؟ اینقدر پادشاه ها و اینقدر ملکدارا و اینقدر پولدارا امروز در کجا هستن؟ عبرت نمیگیری؟ خدا رحمت کند عمر خیام چی میگوید؟ مرغ دیدم نشسته در باره توس. تماشا کن، مرغ دیدم نشسته در باره توس، کنگره توس، کنگره های بلند بلنده که در ایران وجود دارد. در پیش نهاده کله کیکاووس. این مرغ در پیشش کله کیکاووس گذاشته بود. کله کیکاووس شما میدانید. کیکاووس این بعد سلاله ساسانیان، این از سلاله ساسانیان بود. بعد انوشیروان دولت به اینها رسید که کی این لقب بود در پادشاهای ایران میگذاشتند. قیصر لقب بود که در پادشاهای روم میگذاشتند. این کیکاووس بود و کیکاباد بود و اینا پادشاهایی بودند. حضرت عمر مثال میارد، میگوید مرغ دیدم نشسته در باره توس، در پیش نهاده کله کیکاووس. با کله همه گفت که افسوس افسوس، کو بانگ جرس ها، چی شد ناله کوس. مرغ با این کله چی میگفت؟ با این کله شاه کیکاووس چی میگفت؟ کجا شد اون بانگ جرس ها؟ کجا شد اون نغمه و نغاماتت؟ کجا شد اون تکبرانه که تو در راه میرفتی؟ کجا شد اون نغمه هایی که تو مردم عادی را در قصرت راه نمیدادی؟ کجا شد؟ امروز تو خوراک من شدی میگوید. ببین اینا همش چی هستن؟ اینا همگی اینا برای عبرت هم. برادرای عزیز و گرامی، خدا رحمت کند عمر خیام. شما برادرای عزیز به عمر خیام بسیار توجه داشته باشید. عمر خیام بسیار مصرع‌های عبرت آمیز برای همه طایفه میگوید. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، بهرام میدانید این هم یکی از پادشاهایی هستند. همین قدری که از به خدا گذشتند، خدا را نشناختند. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، میگن آن قصر بهرام من برای شما در مصرع‌های شیرین غنجایش نمیدهد که وصف کنم چگونه قصر داشت. در اون داخل او جام میبرداشت، اون می می نوشید، اون نغمه و نغامات میکرد. آن قصر که بهرام در او جام گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. آن قصر میگوید از سر بهرام چی شد؟ دور شد. این قصری که بهرام در اونجا افتخار میکرد، اونجا در نغمه و نغامات میکرد، عاقبت خانه آهو شد. عاقبت روبه ها در اون داخل رفته چیکار کردن؟ الچه میگذاشتن، بچه میکردن. اینم برای ما و شما چی هست؟ این مصرع‌های حضرت همگیش عبرت هستند. دادرای عزیز و گرامی، حضرت عمر تواضعش من برای شما بیان دارم که ماها عبرت گیریم. ماها گوییم که آدم خاکسار باشیم، عادی باشیم، هر چی داده است شکر به سوی خدا کنیم. در برابر این تکبری را ما و شما برای خود هیچ وقت اختیار نکنیم. خدا چی گفت در سوره اسراء؟ ولا تمشی فی الارض مرحا. هر چی داری نداری بالای زمین خدا ده، بالا زیر آسمان خدا ده، اینقدر تکبرانه راه نگرد. ببین در دوامش چی گفت؟ گفت لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. ای بنده خدا گفت، ای بنده عاجز، تو با این راهگردی های تکبرانه که در روی زمین داری، لن تخرق الارض، قسم به عظمتیم زمین مرا تو شکاف کرده نمیتانی. ولن تبلغ الجبال طولا، هرچی اگر گردن تا بلندم کی کنی، خدا میگه برابر این کوههای بلند من تو برابر شده نمیتوانی.
نه تو از کوه بزرگی نه از زمین در سختتر هستی. در بالای زمین مثل حضرت عمر راه بگرد، مثل حضرت عمر خاکسار باش. وقتی حضرت ابوبکر رضی الله عنه تخت شاهی را ترک کردند برادرای عزیز، وقتی که حضرت 2 سال و 2 ماهی که کرسی خلافت زینت بخشیدند، وقتی جان به حق تسلیم کردند، حضرت عمر بالای منبر خواست برآمد، جایی که حضرت ابوبکر می نشست. آمد در جایی که حضرت ابوبکر می نشست، اون جای برای خود اختیار نکرد، در جای قدم ابوبکر نشست. مردم گفتن، عمر گفتن جای نشست بالاتر است، اینجا جای قدم حضرت ابوبکر بود، شما اینجا را اختیار کردین. گفت برادرای عزیز، گفت اگر گفت شرف و برکات پای حضرت عمر پای حضرت ابوبکر برای عمر رسد، همینش برای من کفایت میکند. گفت من لایق نیستم که در جای ابوبکر نشستن من برای خود اونجا را اختیار کنم. این از خاکساری حضرت عمر رضی الله عنه بود. بار شب حضرت عادت داشتن شبها در کوچه ها می گشتن، کوچه ها را تا سحر هر یک کوچه را نظر می کردن، از هر خانه نظر می کردن کنی در کوچه ها در شهر چی آوازه ها باشد، کدام بنده های خدا بی‌ضابطه هستند، ناراحت هستند، ناچیز هستند، نادار هستند. از کوچه ها سیر و سیاحت میکرد، میگشت، نگاه میکرد. باری میگوید نزد یک خیمه آمدن، نزد خیمه آمدن، نگاه کردن یک مرد عرب نزد خیمه نشسته است، خیلی غمگین است. حضرت عمر آمدن در پهلوی این مرد عرب نشستن، در حال احوال پرسی کردن گرفتن. شما بیرون خیمه هستین، وارد خیمه داخل نمیشوین، شما کی هستین؟ وقتی در همین حالت پرسان بود میگوید که از داخل خیمه میگوید نالش زن آمد، نالش زن بلند شد. حضرت عمر گفتن ای بنده خدا در داخل آواز زن است؟ گفت کار تو به اون نباشد. گفت این زن من است، در حالت تولد است. گفت الحال برای من یکی از نعمتهای خدا که فرزند است و قدرت پروردگار الحال باید تولد میکنه. حضرت عمر وقتی این شنیدن در حال به خانه خود آمدن. اون زمان گلثوم در دستشون بود. شما میدونین گلثوم کیست؟ دختر حضرت علی بودند. دختر حضرت علی در دست حضرت عمر بودند. حضرت عمر با زمیان که خسور پیغمبر خدا بود، حفصه دخترشان در دست رسول اکرم بود، با زمین داماد حضرت علی بودند. گلثوم در دست حضرت عمر بودند. عجیب بود، یک وقتی که خواستگاری رفتن به خانه حضرت علی، گلثوم خواست که در نکاح خود درآرد. گلثوم گفت که من در نکاح عمر نمی درایم. گفتن چرا نمی درایی؟ گفت خوراکی که عمر میخورد من خوردن نمی توانم. در حالت خلافت حضرت نان میخورد که باید روغن نداشته باشد. اگر نانی که روغن میداشت میگفت این 2 خوراک میشود. من هیچگاه ندیدم پیغمبر خدا 2 خوراک خورده باشند. ولی امروز در مردم ما و شما آنقدر اسراف بسیار شده است که 2 خوراک یک طرف، 3 خوراک و 4 خوراک و 5 خوراک میپزیم. اینم از جمله سنت های پیغمبر خدا نیست. حضرت عمر گفتن من میدیدم پیغمبر خدا را وقتی 2 خوراک در پیش می آوردن، 1 خوراک میخورد، خوراک دیگر را به کمبغل ها میداد، خودش هیچ وقت تناول نمیکرد. حضرت عمر هم نانی که روغن میداشت میگفت این از 2 خوراک عبارت است، هم آرد است هم روغن است و یا تناول نمیکرد. گلثوم به خاطر که خوراک عمر خوراکی سخت است، خوراکی هست که خوردن وی قین است، گفت در نکاح او نمی درایم. لیکن آهسته آهسته خلاصه گویم در نکاح حضرت عمر در آمد دست زن خدا گرفت. ببینیم که ها این کار انجام داده می تواند. در یک قسم شب آیلش گرفت وارد خیمه کرد، آمد گفت این زن من است، ممکن است که وارد همین خیمه شما شود تا که یک کمک برای عائله تو رساند.
گفتن میلش، گفتن ما راضی هستیم. وقتی که زن در آمد بعد یک مدت میگوید صدای کودک، صدای طفل از داخل خیمه بلند شد. ام کلثوم از داخل خیمه صدا داد یا امیر المؤمنین، صدا داد ای امیر المؤمنین، با این رفیق پهلوی خود مژده که زن او بچه تولد کردن. این مرد وقتی صدای امیر المؤمنین شنید دیگر ناراحت شد، ترس وجودی او را فرا گرفت که این شخص در پهلوی من نشسته امیر المؤمنین عمر هست، تا حال وی نمیشناسد. حضرت عمر گفتند برادر عزیز، گفتند هیچ ترس و وهم شما را گفت فرا نگیرد، بلکه من برای شما چنان نصیحت میکنم وقتی سحر روز شد به نزد حجره من بیا، من برای این فرزند تو گهواره پولی، کمک پولی جدا میکنم و برای خود تو هم یگان مبلغ جدا میکنم. این از تواضعهای حضرت عمر است. حضرت عباس میگوید خدا رحمت کند رضی الله عنهما، ابن عباس میگوید، عبدالله میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول الله جل و علا، خدا چی گفته بود است؟ خداوند چی میگوید؟ الکبریاء ردائه والعظمة ازاره فمن نازعنی واحدا منهما القیته فی النار. ببین پروردگار گفته بود است کبر کردن ردای من است، رویمال من است، بزرگی ایزار من است. اگر کدام از بندگان من نابسته کیهای نباشد، اگر کبر را، شرف و بزرگی را برای خود اختیار کردند، در بین بندگان خدا خاکسار عادی نشدند، القیته فی النار. خدا گفت در روز قیامت این گونه بنده ای هست که از بلندترین آتش دوزخ او را به قعرترین دوزخ میپرتاند. اگر کدام بنده ای که در دنیا برای خود تکبری میورزد، برای خود شرف و بزرگی میورزد و بنده های خدا را حقیر و بنده های خدا را ناچیز میشمارد، اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. حضرت مولوی میگه اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. ببین منی ها پیشه شیطان بود، هر کی خود را کم زند مرد آن بود. صاحب چهار کتاب میگوید، حضرت مولوی میگوید آخر اصل تو منی بود، از این خاطر تو را منی نمیزیبد. اصلت از قطر منی لایق تو نیست منی. از راهی باول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ ببین از راهی باول شدی کبر و منی ها چی کنی؟ در دیگر شاعرهای ما و شما در باره تکبرانم عجیب مصرع‌های زیبای ایجاد کردند و این بود از تواضع‌های حضرت عمر رضی الله تعالی عنه که بار حضرت از خانه بیرون شدند. به ناگاه میگوید در خانه صدای گریه بود، صدای گریه بود. وارد خانه شدند، نگاه کردن یک مادر همراه فرزندان خود و این فرزندها در پیش مادر گریه دارند و نزد فرزندها یک دیگ گذاشته شده است که دیگ می جوشید. حضرت عمر گفتند این کودک ها بهر چی می گریند؟ گفت اینها گرسنه ماندند، اینا چیزی نیست که برای اینها ما از غذا تأمین کنیم. گفت در دیگ چی داری؟ گفت در دیگ یک مقدار آب هست می جوشد. برای فرزندها یک تسلی دل گفته ایستادم که الحال خوراک میپزد، الحال خوراک میپزد، شاید که مانده شوند خوابشان برد. حضرت عمر میگوید خیلی ناراحت شدن، همراه غلام خود اسلم بودند. آمدن میگوید با بیت المال یک مقدار آرد و یک مقدار روغن و یک مقدار خرما و یک مقدار مبلغ و یک مقدار لباس گرفتند و در یک
خوابچه گویم انداختند و برای غلام خود اسلم گفت اینا بردار در پشت من گذار. گفت اسلم گفتن عمر گفتن خوب میشد که اگر اینا در پشت من میگذاشتی تا که من میبردم. گفت اسلم گفت این احوالی که در رعیت من است و من در قیامت از مسئولیت این مردم پرسیده میشوم. از این خاطر میخواهم آن چیزی که کمبوده که در مردم من است اونها را همگی با بار پشت خود با دست خود انجام دهم. میگوید برداشتن آمدن به خانه این مادر آمدن. حضرت عمر میگوید خود میگوید در این دیگ میگوید خوراک میپخت، از بس که ریشی خیلی کلان داشتن زیر این دیگ میگوید آتش می افروختن، توف می زدن. اصلا غلامش حکایه میکند که من می دیدم که از زیر هر یک تار ریش حضرت عمر دود می برآمد، لکن حضرت همونجا نشسته و این خوراک پخته کردن و برای این فرزندها دادن. وقتی فرزندها میگد خوردن سیر شدن، یک تبسم و خنده وقتی این فرزندها را فرا گرفت، حضرت عمر میگوید این خانه را ترک کردند. گفتند اگر این کودک ها در چهرهشان تبسم پیدا نمیشد قسم به خدا از این خانه من بیرون نمیشدم. این زمانی که من اینها را گریان دیدم مسئولیت من همین است که باید که اونها را من خندان کنم. این بود از آن تواضع هایی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشتند. یعنی این چنین گویم خاکساری ها و کارهای عادیه که حضرت عمر داشتن خیلی زیاد است. من اینجا صحبت خود نه خاتمه میبخشم به خاطر که یک اعلان است و سمع شما میرسانم و خدا خواسته باشد جمعه آینده انشاءالله من از بعض خدا ترسی حضرت عمر و اگر وقت گنجایش دهد از وفات او برای شما حکایه میکنم. به همین انشاءالله میگذاریم باز به قصه های حضرت عثمان علیه السلام داماد پیغمبر خدا که چگونه اون قسم حیات و فعالیت داشتند تا که ما و شما به حیات اونم باید که شناس شویم. برادرای عزیز و گرامی، دیروز در مرکز اسلامی مجلس بود که ما در این مجلس اشتراک داشتیم و تمام نماینده های حکومت هم اشتراک داشتند که تا نصف روز این مجلس ادامه کرد. فقط موضوع از دو چیز عبارت بود که ما را وظیفه دار کردند که اینها را به گوش مردم رسانیم. یکی انتخاب شخصانی که در شورای علما باید همیشه شرکت ورزند، از چند نفر باید عبارت باشند، کیها باید باشند. دیگر موضوعی بود که چند بار ما هم به خاطر امن و امنیت، به خاطر یک دیگر فهمی این موضوع ها را در بین شما مطرح کرده بودیم. موضوع دوم عبارت از این بود که امروز در جامعه تاجیکستان به غیر مذهب امام ابو حنیفه، اگرچند که ماها همیشه قید کرده بودیم که 4 مذهب، چه حضرت امام ابو حنیفه، چه حضرت امام شافعی رحمت الله علیه، چه حضرت امام مالک و چه امام احمد حنبل، 4 مذهب اهل سنت و الجماعه هست. هر کسی که در اینها داخل شود یعنی جرم نیست، گناه نیست و هیچ کس حق ملامت او را ندارد. مثلا هر کس از همین مذهب ها هر کدام این اگر انتخاب کند برای یگان جرم و گناه نیست که تو از مذهب شافعی هستی یا تو از مذهب امام مالک هستی، تو از مذهب امام احمد حنبل هستی. یعنی هیچ جرم نیست، گناهی نیست، جنایتی نیست.
یگان خجالت هم نیست، یگان شرمندگی هم نیست. لیکن اعلان شد که در تاجیکستان امروز بغیر همین مذهب امام ابو حنیفه هر جریانی که فعالیت میکند اختلاف های زیاد ایجاد میکنند و نافهمی ها در بین مردم پیدا می شود، کشماکشی ها پیدا می شود، یکدیگر را تحقیر کردن پیدا می شود، یکدیگر را بد دیدن پیدا می شود، اگرچنده که همه برادر مسلمان هستند، اگرچنده که در بعض مسئله ها گوییم که اختلاف ها و بعض مسئله های جزئی هستند که مورد بحث و مناظره باید قرار نگیرند، لیکن امروز همون مورد بحث و مناظره قرار گرفته است. از آن جمله درباره آمین بلند گفتن، درباره دست ها را بالای سینه گذاشتن، چی پایه های کشاد گذاشتن، چی دیگر جریان هایی که امروز فعالیت دارند، چه از شیعه ها، چه از نصرانی ها، چه از زردشتی ها، چه از با احمدیه گفتگی باز یک گروه دیگر برآمده، چه از حزب تحریر و دیگر چیزهایی که روز به روز در جامعه ما و شما مثال پیدا شده ایستادند، یک گوییم که مورد نگرانی قرار گرفته است. فقط مقصد این بود که برای تمام شماها ما گوشزد کنیم که همین آرامی تاجیکستان همه ما با دندان هامان داشته نگه داریم، کاری کنیم که همین آرامی که امروز خدا برای ما نصیب کرده است، این لطف خدا بود، این خدا دادی همین مردم تاجیکستان بود که الله در یک مدت کمه با واسطه این مردهای عاقلی که سر مذاکره نشستند ها با یکدیگر امضا کردند و امروز این صلح و صلاح را خداوند در تاجیکستان ما فراهم آورده است، همین از دست ما و شما نرود. مقصد از داخل مسجدها باز جنگ و جنجال ها بیرون نشود. برادرای عزیز و گرامی، من همیشه که گفته بودم باز میگویم، مذهب من مذهب آرامی هست. مذهب من، رویش من این است که نمیخواهم که والله که در تاریخ در صحیفه های دعوت من یگان نقطه سیاه گذاشته شود که فردا بعد از سر من گویند که با فتوای حاجی میرزا یا با دلالت حاجی میرزا فلان جوان مثال یک مشت خورد، یا فلان جوان کشته شد، یا فلان جوان مثال دشنام خورد. این من برای خودم به خدا قسم اختیار نکردم. همیشه میخواهم در شما بهترین اخلاق باشد، بهترین گویم تربیت در شما باشد، یکدیگر تا حرمت و احترام کنین، به قدر یکدیگر تان رسین، یکدیگر تا دوست دارین چگونه فرزند پدرتان دوست می‌دارین. فقط مقصدم به خدا همین عبارت است. آن دینی که خدا نصیحت اعلان کرده است میخواهم همون نصیحت در شما رساند، دیگر هیچ مقصد هیچ غرض ندارم. ما نیز به این کلمه زیبای آمین برادرای عزیز و گرامی تسلیم هستیم. آمین کلمه زیبا هست، آمین این سنت پیغمبر خدا هست. من بار هم در اطراف آمین تحقیر نکردم. کلمه آمین حتی که هیچ وقت این زبان ما هم نمیگردد که نسبت آمین یگان سخن بد گویم، لیکن این قدر میگویم که امروز همین مردم درک کردن نمیتونند، مردم همین قبول کردن یا نمیخواهد یا قبول کردن نمیتواند. لیکن آمین پستم معنای اون ندارد که بنده های خدا در راه غلط رفتند. آمین پستم سنت است، زیر ناف داشتنی دستم سنت است، 4 انگشت بین پاها را کشاد گرفتنم اینم از سنت حبیب خداست. یعنی اینها هم روش غلط نیستن، اینها هم نادرست نیستن. از این خاطر جوانای عزیز و برادرای مهربان، آن چیزی که در ما و شما هست
اگر قسم به خدا چیزی که به ضرر جان شما باشد، به ضرر جان شما باشد، اگر شما به سبب کردن او فردا پیشگاه خدا در خجالت مانند، قسم به خدا که من خود از او خودداری کردن میتونم. من برای شما را آشکارا میگویم، لیکن این چیزی هست که برای شما خطر ندارد. این چیزی هست که اگر انجام شم که نتیهن در پیش خدا شما گناهگار نمیشوید. لیکن از همه چیز مهم امروز برای ما همین است که آرامی را ما و شما همیشه آرامی ماند چکار که محافظت کنیم. به قدر آرامی ها رسیم، به قدر این شرایط ها رسیم. دادرای عزیز، روز به روز ببین مسجد ها را تماشا کن، بهبودی ها را در مسجد های ما و شما، در حیات ما و شما تماشا کنین. این باید هر یک انسان بها دهد. از این خاطر همه شما برادرای ما هستیم، همه شما را ما دوست می‌داریم. فقط کار کنین که در بین مردم اختلاف ایجاد نکنین، مردم پراکنده نکنین، مردم ایراد نگیرین. جوانان چی میگویند؟ نزد من یک گروه یک جوان است میگوید اگر تا دست در بالای سینه نباشد نجات نیست. برادر عزیز، تو علی کلمه نجات نمیدانی چیست؟ تو بیا برای من فهمم که نجات در کجاست. من برای تو گویم که نجات در کجاست. بغیر شرک پروردگار کلی گناه را میبخشد. اگر دستش بالای سینه‌ش هم نگذاشت، بالای نافش هم که گذارد، قول امام شافعی از گناهگار نمیشود. کشالش ماند، قول امام مالک است، گناهگار نمیشود. زیر نافش هم که ماند، گناهگار نمیشود. تا در شرکیات نرود. آدم شرکیات میرود توبه نمیکند، الان این آدم خطر دارد. لیکن برای بعض مسئله های جزئی الله ما و شما را میبخشد. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. خدا از بالای 7 طبقه آسمان میگوید ای بندگان من، تمام ما بندگان را نصیب روزی بگردان. خدایا در قبر که حبیب تو گفت القبر صندوق العمل، القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفور النار. قبر باغ از باغهای جنت است یا چاه از چاه دوزخ است. خدایا قبرهای ما بندگانت را به باغ از باغهای جنتت مبدل بگردان. همه فتنه ها را خدایا از قبر ما بالا گردان. خدایا روز قیامت ما را از صف مؤمنان، از صف شهیدان، از صف نجات یافتگان سر برداشتند. خدایا موفق بگردان. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت گردان. بیماری های ما را شفای کامل نصیب گردان. مسافرهای ما را خدایا صحت و سلامت به خاندانشان رسان. خدایا در جمهوری ما همیشه آرامی، یکدیگر فهمی، یک پارچگی را بر دوام نگه دار. رهبر دولت هم برای بهبودی و برای آرام گردانیدن و از هر حالتهای مشکلات برآوردن این خلق سعی و کوشش میکند، نقشه ها میکشد. خدایا در نقشه های میکش همیشه موفقش گردان. توفیق و هدایت خدای نصیبش گردان. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار آمین یا رب العالمین. سبب تأخیر من هم که هیچ وقت نمیخواهم دقیقه هم تأخیر کنم و هر جا هم که دعوت شوم دیر آمدن و از ساعت معین شدن خفا ایستادگری را هیچ وقت برای خود خوب نمی بینم و این از آداب اسلامی هم نیست و این از حکم شریعت هم نیست. فقط مجلس کلان در حکومت شهر در حضور جناب مفتی و ایشان سعید جان الحال گذشت و اونها خواستن که جمعه را در همین مسجد ما و شما ادا کنند و خودشان پیشنهاد خودشان بود که ما همونجا جمعه را میخوانیم و این خاطر کمی من راه اونها را همچون یک مهمان گرامی انتظاری کشیدم، تأخیر کردم و نزد شما در آمدم. جمعه گذشته برادرای عزیز و گرامی
موعظه ما همون موعظه پیشینه حضرت عمر حیات، تقوا، خدا ترسی، عدالت، تواضع ایشان بود. حضرت سعدی خدا رحمت و مغفرتش کند میگوید ز خاک آفریده خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریده چو آتش مباش. چو گردن کشید آتشی هولناک، و بیچارگی تن بینداخت خاک. چون آن گردن کشید این کمی، از آن دیو کردن از این آدمی. چی معنای بلند دارد؟ و خدا چی معنای خیلی بلندی دارد. حضرت میخواهد گردن متکبران را شکند، میخواهد که متکبران، میخواهد تکبران، میخواهد آدمانی که گردن بلند، آدمانی که انسان حقیر میشمارند، میخواهد که اونها را از این بیماری تکبری نجات دهد. خواهش حضرت سعدی همین است. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. چگونه ای که خاک افتاده است، چگونه ای که خاک زیر پا هست و در زبان مردم ما و شما چنان گفتگویی هست که انسان باید خاکسار شود. مقصد یک سخنی خاک، کلمه خاک در اینجا استفاده میشد که خاکسار شدن در کار. مقصد از خاکساری این است که تکبر شدن در کار نیست، بلند هوایی کردن در کار نیست. حضرت سعدی هم همین در نظر گرفتن. خداوند تو را از خاک آفریده است، پس افتادگی کن همچون خاک. مثل خاک افتاده باش، مثل خاک عادی باش. ببین، حریص و جهانسوز و سرکش مباش. حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدت چو آتش مباش. هیچ وقت جهانسوزی را، هیچ وقت حریصی را، هیچ وقت گردن بلندی را برای خود اختیار نکن. میگوید زمانی که مثل آتش نشو، مثل نار نشو. چو گردن کشید آتشی هولناک، به بیچارگی تن انداخت خاک. وقتی آتش خدا میگه من افروختم، آفریدم، یکی یک باره گردن زد و یکی یک باره بلند شد. فرزند آدم میگه از خاک که شدی مثل آتش نباش، زیرا که چون آن گردن کشید این کمی. ببین خاک افتادگی کرد، آتش که گردن بلندی کرد، از آن دیو کردن از این آدمی. خدا را میگه این گردن زنی آتش خوب نآمد و از آتش شیطان آفرید. خاک که یک بیچارگی کرد، خاک که گردن بلند هوایی نکرد، بهترین موجودات و مخلوقات آدم علیه السلام و فرزندهای او از خاک آفریده شد. حضرت عمر رضی الله عنه از جمله آدمای با تواضع بود. نه به منصب، نه به حاکمیت، به هیچ مال دنیا تکیه نداشت. حضرت عجیب عادتی داشتند. باری در کوچه های مدینه می گشتند و ناگاه دیدن یک مرد همراه یک زنی در کوچه بسیار نزدیک ایستاده و صحبت دارند. حضرت عمر را این عمل این جوان پیسر و این جوان دختر بسیار ناراحت کرد. در دستش یک شلاق داشت، یک دره داشت. آمد و با پشت این مرد یک ضربه زد. این مرد گفت بنده خدا، از پروردگار حیا نداری؟
آیا جای صحبت نیافتی شما کوچه های مدینه را برای خود جای صحبت اختیار کردید؟ چگونه که امروز جوانای مسلمان ما هم این که قبلا در روزها بود، امروز در مردم ما و شما مردم مسلمان، اولاد اجداد من مسلمان، دست در زیر کشی زن کوچه به کوچه سیر میکند. عیب است، به خدا قسم شرم است. این جوان مردی نیست. این نشانه او را ندارد که تو زنی خودت را دوست می‌داری. این نشانه او را ندارد تو محبتی بر زن داری. من جانب دارم که تو زن تا دوست دار، زنت را احترام کن، لیکن این احترام ندارد که تو در قد کوچه دست در زیر کشی زن و به چشم هزارها مرد مسلمان نمایان میکنی. و خدا بجز از تو یگان خطر و ضرر در مردم مسلمان پیدا نمی شود. من باوری کامل دارم همون زمان دستش در زیر کشی تو هست، لیکن وای تو دشنام کرده برده ایستاده ای، یا شاید نیم ساعت بعد هر دو شما در همون جا یک قهر و یگان مناظره و یگان جنجالی را در همون راه برپا کنید. یا شاید که قسم شب نه پدرش ماند، نه مادرش ماند، نه خواهرش ماند. شاید یک هفته بعد تو وای از خانه پیش کنی. این دروغ است. این زیر کش کردن معنای محبت را ندارد. برادر عزیز و گرامی، شما اگر مدنیت میخواهید، شما پیشرو میخواهید، اگر شما گویین که ما در عصر 21 زندگی داریم، امروز کیهان در بالای مهتاب می نشیند، علم ترقیات کرده است، اگر شما این خواهید، من برای شما قسم به خدا این خبر می دهم، سخن فردوسی بزرگ است، زنان را بس است، زنان را بس است همین یک هنر، نشینند و زاین شیران نر. این بهترین توصیه از جانب فردوسی است. برادر عزیز و گرامی، زن مادر است، زن دوست دار، زن تا احترام کن، به قدر زن برس، پاسبان خانت است، لباس شویت است، از راه های حرام نگاهت می‌دارد، برای تو فرزندای خوب و زیبا به قدرت پروردگار می‌زاید. لیکن معنی را ندارد که در زیر کشی تو کوچه به کوچه. من به خدا قسم همین منظره ها را می‌بینم، بسیار ناراحت می‌شوم، بسیار ناراحت می‌شوم. رسی بار حتی خدا کند جوانهای را پیدا کند که همونها را پیش راهشون نگیرند، با طریق سیاست نه، با طریق دهشت و دشنام نه. همین قدر گویند که این نه سنت باباییت است نه سنت پیغمبرت است. این از شما به شما هیچ فایده نمی بخشد. خواهر عزیز، دادر عزیز، میلش برآمدن شما به کوچه هیچ ممانعتی ندارد وقتی اگر شما از قاعده و قانون اسلام بیرون نشوید. لیکن پهلو به پهلو صحبتتان کرده رفتن گیرین، دستاتان از زیر کشی یکدیگر خلاص کنین. این عیب است، شرم است. برادر عزیز و گرامی، حضرت عمر رضی الله عنه که حبیب خدا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین و عز علیها بالنواجذ، ما ها را امر میکند، ما را سفارش میدهد، معلمان، رهبرمان، مهربان برای امت، گریه کننده کل شب برای امت، شفاعت کننده کل امت های گناهگار در روز قیامت، میگوید همیشه با سنت من پایبند باشیم، از سنت من دور نرویم، همیشه چهاریار من هر چیزی که شما را امر کردن اجرا کنید. حضرت عمر ناراحت شدند، شلاق بر پشت این مرد زدن، گفتن آیا این کوچه جای جمع شدن شماست؟ آیا شما وقتی صحبت میکنین با یکدیگر میدانین جامعه از صحبت شما خراب میشود؟ پراکنده شوید. گفت این مرد سیاست عمر دیدگی آدم، وقتی شیطان که از سایه عمر میگریخت، انسان دیدگی عمر را یک هیبت او را فرا میگرفت. دیدگی آدم از هیبت و از جسارت و غیرت عمر وجودش لرزه میگرفت. برای چی بود؟ به خاطر که عمر از خدا میترسید. وقتی آدم از خدا ترسد، کل مخلوقات از او میترسد. ببینید من این قصه را اینجا گذارم، یادم آمد، خدا رحمت کند صاحبای کتاب و گاه یگان قصه هاشون میخوانیم از کتاب هاشون. یک جوانی بود میگوید در قد راه می آمد، در زیر
بغلش یک شیشه عرقی داشت. ولی امروز مسلمانای ما در جیودانهامان زیباگیش قرآن است، قرآن وجود ندارد، لیکن در جای قرآن عرقی که وی دوزخ میبرد، عرقی که خوردن او گناه است، عرقی که او را خدا امر کرده از خانه و از شکمتان دور کنید، وی برای زیباگی در خانهش برده گذاشته است. در زیر بغلش یک شیشه عرق می آمد. وقتی که رو بروی حضرت عمر آمد، این جوان پا و دستش شکست که عمر با او رو برو می شود. برادر عزیز گرامی، وقتی آمد دیگر شاید فشار خون این جوان غلط دیده بود، دیگر در چهره خون نمانده بود، لیکن بدل چی گفت؟ پروردگار را گفت اگر مرا از عمر خلاص گردانی، قسم به خدا که به این حرام کرده تو تا زمانی که حیات دارم نزدیک نمی شوم. خدایا مرا از این عمر خلاص گردان. وقتی نزدیک آمد، عمر گفت جوان عزیز زیر بغل چی داری؟ گفت زیر بغل همین شیشه عرق که در بغلش بود. گفت دیگر خودش را گم کرد، گفت سیرکا دارم. سیرکا هست. سیرکا را شما میدونید اکسوس میگیم، سیرکا هست. گفت حضرت عمر سخن این جوانه گوش انداخت، گفت از بغلت بیرون کن، گفت تا که من بینم. این جوان که از صدق توبه کرده بود و سوی پروردگار مراجعت کرد، از تحت دل که بود پروردگار او را الله که به سرکا مبدل گردانیده بود. وقتی برآورد حضرت عمر دید نمودی ویا مزه او را که دید سرکا بود، پس در دست او تسلیمش کرد. صاحب کتاب به این مسئله و حکایت چی گفتنی بود؟ این بود که اگر انسان از صدق دل به سوی خدا توبه کند، الله گناهاش می بخشد، الله گناهای او را می بخشد. دوم این که یک انسان از هیبت عمر ترسید، خداوند به خاطر او سرکا را عرق به سرکا مبدل کرد. پس شخصی از خدا ترسد دیگر چی جای وصف اوست؟ حضرت عمر شلاق بر پشت این زد، گفت کوچه جای جمع شدن شما نیست. گفت پراکنده شوید. گفت این مرد گفت عمر گفت امیر المؤمنین شما خطا کردید. گفت حضرت تواضع او آنقدر بلند بود که سخنی همه را گوش میکرد، سخنی همه را گوش میکرد، عادی بودند. وقتی گفت خطا کردی، حضرت عمر وجودش لرزه گرفت. در حال قیامت و قبر به یاد حضرت عمر آمد. چیکار کرده باشم؟ جوان گفت ما مهمان هستیم، از راه دور آمدیم. این زنی که میبینی، این زن نکاحی من است، این زن حلالی من است، این زنی بیگانه نیست. لیکن ما در این شهر شما مسافریم، نمیدانیم که مسافرخانه شما در کجاست، نمیدانیم مهمان خانه شما در کجاست، نمیدانیم که جایی که ما استراحت کنیم در کجاست. همین خاطر ما با یکدیگر صحبت داریم که چیکار کنیم. وقتی این سخن حضرت عمر شنیدند، شلاقی که در دست داشتن امیر مؤمن ها، شما تصور کنید سردار مؤمن ها، شخصی که سخنش در امپیری فارس و در امپیری روم در تمام دنیا نفوذ میکرد، شلاق در دست همون مرد داد. گفت اگر تا همین شلاقی که در دست داری در پشت امیر مؤمن ها نزنی و قصاص خودت را نگیری، از پیش من تو سلامت نمی روی. ببینید ترس، ببینید تواضع حضرت عمر، ببینید. جوان شلاق گرفتند و گفتند، امیر مؤمن ها گفتند من شما را بخشیدم. حضرت عمر دلش قرار نگرفت، باز دوم بار زن گفت قصاص تا بگیر. گفت من تو را بخشیدم. سوم بار حضرت عمر پیشنهاد کرد بگیر قصاصت را. گفت من تو را بخشیدم. حضرت عمر شلاق از دست او گرفت، گفت خدا تو را در عوضی که مرا بخشیدی خدا تو را ببخشد. ببین این معامله را که میکند،
باور کنین عادی ترین انسان ما و شما این گونه معامله را نمیکنه. یک برادر ما و شما با یک برادر قهری است، میگوی رو از اون کس تو عذر خواهی کن، رو با او سلام کن. باور کن وسواس شیطان آنقدر فراش گرفته است که پیش وی قدم نمیزنه. میگه من رو، چرا من میروم؟ او کی از خودش؟ این جمله های هست که ماها را وسواس شیطان است نمیگذارد که پیش یک برادر مسلمان رفته و گردن خم کنیم و عذر از وی خواهیم. لیکن عمل حضرت عمر را ببینیم. ماها فخر داریم، ماها بسیار کبر بلند داریم. حضرت عمر رضی الله عنه تواضعهای ایشان بسیار خیلی زیاد است. من برای شما را باوری میکنم به خدا قسم. همین 10.5 سالی که حضرت کرسی خلافت زینت دادن، رئیس بودن، سردار حکومت بودن، اگر 10 جمعه فقط درباره تواضع حضرت عمر من برای شما صحبت کنم، صحبت ها باقی هست، صحبت ها یافت می شود. بیا میگذاریم به عدالت حضرت عمر. در زبان خرد و کلان ما و شما عمر عادل وجود دارد. همه ما و شما عمر عادل میگوییم. و چه عدالت داشت و از کجا این عدالت برای خود سرچشمه اخذ کرد؟ از کجا؟ حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میگوید 7 یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله، امام عادل و شاب نشأ فی عبادت الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصداقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه متفق علیه. حدیثی هست که همه سیهای سیته روایتش میکنند. حبیب خدا میگوید ای بندگان خدا، بسیار با دقت باشین در این حدیث. بسیار حدیثی هست که شاید که شما کوشش کنین که از جمله این انسان ها باشین. پیغمبر خدا میفرماید کوشش کنین ای امتان اسلام، ای بندگان خدا کوشش کنین که از این 7 طایفه باشین. اگر کدام تو از جمله این 7 طایفه شدید، پروا نکنید، غمگین نباشید. دیگر هیچ پروایی نکنید که برای شما روز قیامت بهترین مکافات، بهترین مجازات انتظار است. از جمله 7 طایفه باشید. اگر شما از جمله 7 طایفه باشید، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتن؟ یظلهم الله فی ظله یوم لا ظل الا ظله. رسول اکرم چی میگوید؟ اگر کسی از جمله این 7 طایفه باشد، روز قیامت پروردگار او را در زیر سایه عرش خود جای میکند. جوانای عزیز، به خدا قسم روز قیامت روزی هست که تمام ملائکه های مقرب میترسند. جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه در لرزه این روز هستند. روز قیامت چنان روزی هست که به خدا قسم تمام پیغمبرها خوابی براحت شب ندیدند از ترس روز قیامت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید موی سر من و ریش مرا آیت هایی که در شأن قیامت آمد همگی سفید گردانیدند. همگی می ترسیدند و حق ترسیدنی هم دارد، حق ترسیدن هم دارد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یعرق الناس یوم القیامت حتی یذهب عرقهم فی العرض 70 ذراعا. حتی ببین 70 ذراعا یلجموهم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگوید؟ روز قیامت آنقدر دهشت دارد، آنقدر مشکلات دارد که حتی عرق بدن تو به زیر قدم تو
تا 70 گز پایان می شود. 70 گز عرق بدن تو زمین تر می سازد. حتی رسول اکرم گفتند عرق شما زمین تر می سازد. بعد تر ساختن عرق شما بالا می شود، حتی مثل که اسفل جا می زنند تا راست لبهای شما عرق بدن شما می آید. همه این از چی خاطر است؟ فقط از وهم قیامت است، از دهشت قیامت است. یوم یقوم الروح والملائکة صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. خدا میگوید روز قیامت آنچنان روزی هست که ملائکه ها صف میکشند، بنده ها صف میکشند، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند، هیچ کس دهان گشاده نمیتواند تا زمانی که اگر پروردگار برای اونها حق سخن گفتن نداده باشد. هیچ کس سخن گفتن نمیتواند. انا در همین روز مدهیش، انا در همین روز خیلی مشکلات، الله سایه عرشش بالای 7 طایفه، بالای 7 گروه سایه می افکنند. جوانای عزیز و برادرای خیلی مهربان، کوشش کنید از جمله این 7 طایفه باشید. کار کنید که از دنیا جان به حق تسلیم کنید، لیکن از زمره یکی از این گروه ها شما باشید. یکم چی گفتن؟ امام عادل، یکم امام عادل، یکم پیشوای عادل، یکم شاه عادل. اگر با خلق خود، با مردم خود اگر عدل داشته باشد، رعیت حقش پایمال نکند، غمخوار به مردم باشد، اینا میگن امام عادل، اینا میگن شاه عادل. این چی میشود؟ این از گروه آن کسانی هست که روز قیامت در زیر سایه عرش پروردگار جایگیر می شود. حضرت عمر رضی الله عنه وقتی که بالای منبر برآمدند، روزی که مردم و شاه اعلان کرد، بالای منبر برآمد، سخنرانیش را قید کرد. از این روز اعتبارا من خلیفه مسلمان ها هستم، من امیر المؤمنین هستم، من شاه همه شما هستم، لیکن قسم به خدا گفت حق ضعیف از قوی میگیرم، حق آدم مظلوم از ظالم البته اخذ میکنم میگیرم. بنده های خدا گفت در حق هیچ کس ظلم نکنید، قسم به خدا غمی هیچ کدامتون نمیخورم، فقط آن چیزی که خدا و حبیب او گفته است از خط کشیده اون من بیرون نمیشوم. لیکن حضرت سخنرانیش عملی گردانیدن. بیایید تماشا میکنیم با عدالت های حضرت عمر چی عدالت ها کردن. حضرت مردم مکه نزد حضرت عمر رضی الله عنه آمدن، شکایت کردند ای امیر مؤمن ها، ای امیر مؤمن ها، ابو سفیان ابن حرب یک جویبار ساخته است که اگر باران با شدت بارد آبی که وی ابو سفیان شاید که شما نشناسید، رحمتش کند، آخر در مسلمان شدن، لیکن در اول دشمن سرسخت رسول اکرم بودند. ابو سفیان ابن حرب، ابو سفیان ها بسیار هستند، این از همون ابن حربش بود. کسی بودند که لشکرکشی در جنگ احد که عمک پیغمبر حضرت امیر حمزه کشته شد به سرداری ابو سفیان بود. کسی بود که در جنگ احزاب سرلشکر بودند، همیشه با پیغمبر خدا سرسختانه دشمنی می‌ورزیدند، همیشه در قصد کشتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودند. کسی بودند که زن او هند نام داشت، هند ابن عتبه. امیر حمزه را هم زن ابو سفیان پیش لشکر بود و خود وحشی که با نیزه امیر حمزه را زده قتل کرده بود، با مکافات ها و با همون گویم که جایزه هایی که زن ابو سفیان اعلان کرده بود، وحشی به خاطر همون مکافات ها امیر حمزه را قتل کرده بود. هم زنش داشت دشمنی میکرد، هم خودش دشمنی میکرد، زیرا که امیر حمزه پدر هند، یعنی گویم که خسور ابو سفیان عتبه را در جنگ بدر قتل کرده بود.
این گویم که قصاص به خاطر پدرش گرفته بود. لیکن تقدیر را ببینید، ابو سفیان دختری او رمله که با ام حبیبه مشهور بود عاقبت زن پیغمبری خدا شد. ابو سفیان خسر پیغمبری خدا شد. همین ابو سفیان که مکه مکرمه را سرداری میکرد، سردار قوم بنی امیه بود، تمام مردم مکه ابو سفیان اطاعت میکردند. وقتی این شکایت به عمر آوردن، عمر یک چند نماینده ها را گرفت و بجای جویباری که ابو سفیان کنده بود آنجا حاضر شد. نگاه کرد که در اصل یک جویبار ساخته است که خانه خودش از همه آب و باران نجات می آبد، لیکن ضرر به مردم مسلمان می شود، ضرر به بنده های خدا می شود. عمر این چیز را احساس کرد، ابو سفیان حاضر کرد و ابو سفیان به نزد من دعوت کنید. وقتی آمد گفت این چی هست که تو ساخته؟ این عدالت عمر است، این چیست تو ساخته؟ گفت جویبار ساختم. گفت میدانه که این وقت باران با شدت بارد آب این سیل می شود، خانه های مسلمان ها ضرر می بیند. خمشو گفت خمشو این حوزه که از داخل برآوردی محکم کن، سنگ هایی که جویبار کردی با دست خودت همگیش به هر طرف حواله کن. ابو سفیان خم شد، خود تنها جویبار را راست کرد. جویبار آنچنان ساخت که به ضرر هیچ مسلمان دیگر نبود. حضرت عمر میگوید جانب قبله گشتند و گفتند هزارها شکر به سوی تو میکنم ای پروردگار. زمانی که ابو سفیان در مکه مکرمه حکمرانی میکرد و این عمر اطاعت ابو سفیان گوش میکرد، امروز خدایا چنان موفق گردانیده که عمر ابو سفیان فرمان میدهد، ابو سفیان اطاعت عمر میکند. حضرت عمر رضی الله عنه به سوی پروردگار شکرانه را به جا آوردند. شب میگوید در کوچه های مدینه سیر میکردند. این از عدالت حضرت عمر است. حضرت بسیار توجه زیاد به خانه ها داشتند که در خانه ها چی سخن ها می رود، کدام خانه کمبود دارد، چی کمبودی ها در خانه ها وجود دارد. بسیار جستجو میکرد تا که روز قیامت مبادا پروردگار از حساب یگان بنده خدا او را در عذاب و معاقبه گرفتار نکند. وقتی آمد نزد یک دیوال، البته دیوالهای دوره های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما و شما معلومند که بسیار عادی بودند، این گونه دیوالهای بلند نبودند. حضرت عمر از بالای دیوال نگاه کرد که بسیار یک خنده بسیار از داخل همین خانه برآمده ایستاده است. از سر دیوال پرید، وارد خانه شد. نگاه میکند یک مرد صاحب خانه همراه زن خود در پیش یک ظرف پر از شراب گذاشتن و از همون نوشیدن ایستادن. حضرت عمر این حالت دیدن، این منظره را دیدن، گفتن ای بنده بدبخت خدا، آیا تو میپنداری که این عملی را که در تاریکی میکنی، این عملی که پس پرده ها انجام می‌یابد، این عملی که در تاریکی انجام می‌یابد، این خدا نمی‌بیند؟ آیا برای این طور خداوند روز قیامت جزای بد نمی‌دهد؟ این صاحب خانه گفت، عمر گفت اگر من یک گناه کرده باشم تو 3 گناه کردی. ببینید، اگر من یک گناه کرده باشم که عرق می نوشم، برای این من برای حد زدن تیار هستم، برای توبه کردن به سوی خدا تیار هستم، لکن تو امیر مؤمن ها 3 گناه کردی. حضرت عمر وقتی از کسی که یک مقابلی سخنش چیزی را می شنید، در حال از وی سخنش را گوش میکرد. چی گناه کردم؟
گفت الله در قرآن میگوید ولا تجسسوا، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. برای چی آیت قرآن را ویران کردی؟ برای چی تو جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ برای چی؟ ولی بنده های خدا امروز هم ما و شما بسیار جستجو میکنیم، بسیار مسئله ها را، بسیاری از حیات ها، بسیاری از بنده های خدا را هم تاریخ حیاتشون را جستجو میکنیم و رقم میزنیم. ولی امروز بعضی از ما و شما با تاریخ عزیزای خدا را چکه شده ایستاده ایم که حتی که عزیزای خدا را، دوستایی که در راه خدا خدمت کردن، تاریخ همونها را نادرست برآوردیم. تمام کردیم، همه کارا را بود کردیم، همه عبادت ها تمام شد. الله گفت در قرآن میگه سوره حجرات ولا تجسسوا، جستجو نکنید، کافتکاو نکنید. حضرت عمر تو آیت قرآن را ویران کردی، برای چی جستجو میکنی؟ برای چی خانه من وارد شدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گفت پروردگار میگوید وقتی خانه یک برادر مسلمان می درآیین با طریق دروازه درآیین، با طریق دیوار ندرآیین. برای چی از بالای دیوار من در آمدی؟ حضرت عمر گوش کردن. دویم گناه. سیوم گفتن الله در قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که دعوای ایمان دارید، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. این پروردگار ای کسانی که دعوای ایمان دارید، هر وقتایی که شما میخواهید که به خانه که خانه های شما نیستن، وقتی میخواهید وارد خانه شوید، تا اگر اجازت نگیرید وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. به اجازت وارد خانه یک برادر مسلمان نشوید. اجازت چی؟ اجازت این است السلام علیکم و رحمت الله، آیا اجازت هست من فلانی ابن فلانی هستم وارد خانه تو شوم؟ این اجازت است. یک بار میگویم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند الاستئذان ثلاث فإن اذن لك وإلا فرجع. این حدیث متفق علیه است. 3 بار اجازت خواستن است. اجازت داد وارد خانه شو، اجازت نداد پس گرد. یا اگر در خانه کسی نباشد که صدا نداد، پس گرد وارد خانه نشو. 3 بار است. خدا رحمت کند قیس ابن سعد ابن عباده را میگوید بار پیغمبر خدا وارد خانه من شدند و حبیب خدا عجیب عادت داشتند، وقتی در راست در می آمدن در راست در نمی ایستادند، یا قسم از راست در یا از قسم چپی در می ایستادند، وارد خانه را نظر نمی کردند. و زنها و به آن کسانی که در درون خانه به آنها نظر نمی کرد، فقط بلند می گفت. خانه وقتی که خانه قیس آمد، ابن سعد ابن عباده دا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای قیس من حبیب خدا محمد هستم، اجازت هست که وارد خانه تو شوم؟ معلم ببینیم. حضرت قیس میگوید من که حبیب خدا را دوست می داشتم، صداش شنیدم، آهسته گفتم و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. حبیب خدا جواب سلام مرا نمیشنید. دویم بار گفتم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شد ای قیس؟ باز جواب گفتم، لیکن آهسته گفتم. به خاطر چی؟ به خاطر که پیغمبر خدا در این خانه من سلام زیاد رساند. به خاطر گفتم که درود و رحمت پیغمبر خدا به جانب قیس و به جانب خاندان او زیاد شود. باز خاموش ایستادم. باز جواب گفتم پس. سوم بار حبیب خدا باز سلام دادن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ای قیس اجازت هست حبیب خدا محمد وارد خانه تو شود؟ خاموش ایستادم. جواب سلام پس گفتم.
یکی نگاه کردم که پیغمبر خدا که هیچ جواب از خانه من نشنید، در حال پشت گردانیدند و رفتند. دوان از خانه بیرون برآمدم، پیش راهش گرفتم، گفتم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من 3 بار جواب سلام تو را گردانیدم، لیکن خواستم که در همین نزد دروازه من برای من اولاد من همین سلام و درود و پیغام تو زیادتر رسد، به این خاطر من جواب سلام تو را بلندتر ندادم. این حدیثی هست که ابو داود روایت کردند. مقصد از این حدیث ها معنا چیست؟ معنا این است که ماها باید همچنان طلب ایذن کنیم. امروز میلش دروازه های مستحکمند، ما میتونیم با واسطه صدا دادن، با واسطه همون صداهایی که نزد هر یک در هست، اکثری درها دارد که وقتی زیر میکنی صدا در خانه میشود، همون هم اجازت پرسیدن است، همون هم اجازت پرسیدن است. لیکن وارد خانه یک مسلمان شدن به اجازت، حبیب خدا گفتند اگر شخصی که در یک مکتوب برادرش یا در یک کتاب برادرش به اجازت نظر میکند، او همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است، همچنان است که به آتش دوزخ نظر کرده است. باره راوی حدیث میگویم پیغمبر خدا در خانه نشسته بود که یک شخص از تیریزه میگوید آمد و خانه پیغمبر تماشا کرد. رسول اکرم همنشینا میگوید یک نیزه در دست داشتند، آنچنان به سرعت از خانه بیرون شدند که گمان کردن اینکه با این نیزه همون انسان نظارت میکردگی را میزنند. و رسول اکرم گفتند اگر گفتند هر یک شخصی که به اجازت، اگر یک شخصی که از شما اجازت ناگرفته نظر به خاندان تو میکند، برای تو حلال است که چشم او را کفانی در نزد شریعت قصاص ندارد. برادرای عزیز و گرامی، اجازت وارد شدن خانه به اذن خاندار اجازت نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایاکم و الدخول علی النساء، بر همه شما تأکید میکنم که در خانه که زن تنها باشد وارد خانه نشوید. فقال رجل من الانصار، یک مرد از اهل مدینه از جاش خیست و گفت ای حبیب خدا، درباره آن کسی که برادری شوهر است، بچه شوهر است، یعنی برادرای شوهر یا بچه برادرهای شوهر یا بچه عمک یا بچه تقایی، در حق اینا چی میگویی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند از همه دیده خطر کلان اینها دارد. گفتند زیرا زن گفتند با اون مرد بیگانه که وارد خانه میشوند اون قدر گویم خطر ندارد، زیرا که زن با این مرد ناآموخت است، تا به او عادت میکند که شاید که ساعتها گذرد. لیکن با این شخصانی که نزدیکان او هست و میتواند زن که در حال نزد اونها آید، با اونها گفتگوزار کند. وقتی زن همراه یک مرد بیگانه وقتی نزدیکی شدن، عاقبتش برای همه ما شما معلوم است. این مرد به سوی حضرت عمر رضی الله عنه انا همین گفتند که تو سیوم چیز خطایی که کردی این بود که به اجازت وارد خانه من شدی. حضرت عمر اینها را گوش انداخت و گفت اگر من تو را بخشم و سیر تو را اگر در بین مردم آشکار نسازم، آیا تو مرا هم میبخشی؟ اینم از جمله چی بود؟ از جمله تواضع حضرت عمر، از جمله عدالت حضرت عمر است. این مرد نگاه بیان کردم، بله گفتن امیر مؤمن ها اگر تو مرا در بین بنده های خدا شرمنده نسازی، منم از این خطاها و گناهایی که تو کردی من هم در میگذرم. باره در کلبه خود نشسته بود، حال مردم محاکمه میکرد، دفترها در پیشش بود، می نویشت، چیزی قید میکرد. بناگاه در تق تق شد. میگوید حضرت علی رضی الله عنه وارد این خانه شدند. وقتی که وارد خانه شدند حضرت عمر گفتند میخواهی که علی گفتند برای کار خودت آمدی یا برای کار عامه مردم آمدی؟ برای کی آمدی؟
گفت برای چی این سوال رو از من میکنی؟ گفت به خاطر اینکه اگر به خاطر کار مردم آمده باشی، این شمعی که در پیش دارم این مال بیت المال است، این مال مردم مسلمان است، این خاموش میکنم در تاریک، یعنی برای خاطر کار مردم باشد اینا گرفته و پیش تو میارم و صحبت میکنیم. لیکن اگر برای کار شخصی خودت آمده باشه، پس این شمع این مال مردم است، این از حق بیت المال است. من حقوق ندارم که این مال بیت المال در صحبت شخصیت ها استفاده برم، و این خاطر این خاموش میکردم و نزد شما می آمدم. اینم از عدالت های حضرت عمر است. در صحیح بخاری خواندم یک حدیث را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند، اگر گفتند در امتهای پیشین شخصانی بودند که به اونها الهام می آمد، اگر این گونه مرد در امت من باشد هر آینه عمر است رضی الله عنه. این در صحیح بخاری قید می شود. الهام به عمر می آید. سخن حضرت عمرم سخن خداوندی پیش از آنی که رسول اکرم نزول او را میخواند، پیش از آنی که آیات های قرآن میخواند، الله که حضرت عمر دوام او را نزد حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم میخواندند. یعنی الهام او را من از کرامات میدانم. انشاءالله یک چند کرامات دارد. من جمعه آینده